الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل التوحيد. بوری دیگر انشاءالله که امروز موضوع ما در باره تهمت های جهمی ها که تهمت های جهمی ها به درجه رسید که حتی پیامبرهای گذشته رو هم یعنی که تهمت کردن. به جای رسید که تهمت هاشون حتی برای دفاع نفس پلید خود، برای دفاع عقیده باطلی انمون منهج جهمی خود، حتی به پیامبران هم تهمت زدند. تهمت نوبتی اینها که چی بود؟ تهمت نوبتی اینها همین بود که اینها میگویند جهمی که به نام ابوالغریب است، ابوالغریبی که در دستش پیستلت آبشپک دارد، که با پیستلت آبشپکش به سوی ما زوری کرده است. همین نفر میگوید کسانی که افتاب پرست بودند، سلیمان علیه السلام اونها رو مسلمان گفت. البته اینها همیشه گپ پیچ و تاب میکنند. مسلمانی لغوی گفت، مسلمانی این گفت، مسلمانی اون گفته، یعنی بالاخره مشرک ها رو مسلمان میگوید و این رو نسبت به سلیمان علیه السلام نسبت میدهد به دلیل سوره نمل آیت 38. اناکو ما باز میگردیم به سوره نمل که در سوره نمل آیا چی گفته شده هست و واقعیتی که به سلیمان علیه السلام یعنی رخ داد در اینجا حالت چی گونه بود؟ اولا زمانی که سلیمان علیه السلام لشکر را جمع کرد، که چگونه که مشهور است که سلیمان علیه السلام تمام اینس و جن ها حتی سرخم کرده بودند. از آیت 20 نظر کنید، از آیت 20 که واقعه هدهد می رود، بالاخره به همین جا می رسد که واقعه هدهد چیست؟ واقعه هدهد همین است که و احوال چیها رو؟ احوال و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، که از حیوان ها و از پرنده ها، از احوال اونها، یعنی سلیمان علیه السلام پرسان شد و جستجو کرد درباره این. باز پرسید که در اینجا یعنی من هدهد را ندیده ایستادم، یعنی چیست مرا که هدهد را نمیبینم، یا او از غائب شدگان است؟ گفتند ام کان من الغائبین، او از غائب شدگان است. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، همان او را به عذاب سخت عذاب کنم، یا او را بکشم، ذبحش کنم، یا این است که پیش من یک حجتی آشکار، حجتی مبین یعنی ظاهر و آشکار بیاورد. که هدهد بعداً هدهد یک چند وقت نگذشته فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به
و جئتک من سبأ بنبأ یقین. یک چند مهلت ناگذشته هدهد به نزدی یعنی سلیمان آمد و گفت که و حجتش هم همین بود که یعنی آمد و گفت که چیزی رو یعنی فرا گرفتم که تو آن رو فرا نگرفته ای و از سبا خبری یقین رو پیش تو آوردم. یعنی به سلیمان علیه السلام خبر رو به سلیمان علیه السلام آورد. اینی وجدت امرأة تملكهم و اوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم. به درستی زن رو یافتم که بر آنها پادشاهی میکند و از جنس هر نعمت او را داده شده است و او را یک تخت بزرگ است. یعنی خبر را به سلیمان علیه السلام آورد. وجدتها و قومها یسجدون للشمس. الله اکبر. میگود وای قوم رو من یافتم که همون زن و همون قومش بغیر از الله سبحانه و تعالی به چی؟ یسجدون للشمس، به آفتاب سجده میکردن. مشرکین بودن. من دون الله. و زین لهم الشیطان اعمالهم. و شیطان انمین عمل شرکی اونها را به اونها زینت داده بود. برایشان زینت داد و آرست، یعنی که زینت داده بود. عملی انمون شرکی اونها را به اونها زیبا نشان داده بود. فصدهم عن السبیل. و اونها را از راه الله سبحانه و تعالی و از راه هدایت باز داشته بود. یعنی در اینجا آیت آشکار و واضح، ما فقط آیت صحبت کردیم، آیت آشکار و واضح گفته شده است که شاید امی را هم یسجدون للشمس را شاید این نه این لغوی است گفته در اینجا اعوذ بالله گرفته تحریف کنند شاید، والله اعلم. بالاخره فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. یعنی شیطان اونها رو چیکار کرد؟ از راه راست گمراه کرد و از راه راست اونها رو باز داشت. یعنی سد راه اونها رو از راه حق گرفت به سوی کفر و شرک بود. پس اونها راه نمی یابند. کی بود؟ انمین مشرکین. و الله سبحانه و تعالی می فرماید که آگاه باشید. الا یسجدوا لله الذي یخرج الخبأ في السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. الله سبحانه و تعالی می فرماید که آگاه باشید. یسجدوا لله، همون الله را سجده کنند که چیزی پوشیده رو در آسمان ها و زمین بیرون می آورد. یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. و الله سبحانه و تعالی می داند که در همون آشکار و در پنهان چی هست. الله چیزهای مخفی رو هم چیزهای آشکار رو هم می داند. اما سلیمان علیه السلام که از این خبر نداشت و شاید خبر داشت، والله اعلم، در اینجا برای هدهد سخنش رو تصدیق کردن چیکار کرد؟ بار دیگر روان کرد تا اینکه حالت رو انیق و دقیق چی کند. الله لا اله در دوام آیت 26 می فرماید که الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. الله سبحانه و تعالی همون الله است که نیست معبود بر حق بجز او پروردگار عرش بزرگ است. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. گفت یعنی سلیمان علیه السلام گفت خواهم دید آیا راست گفتی یا از دروغگویان هستی. به سوی کی؟ به سوی هدهد. بعدن
دوام قصه هدهد باز در اینجا سر می شود که اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و به سوی آنها بیانداز، سپس از آنها کمی یعنی کناره شو و نظر بکن بینگر که چی جواب میدهند، به این نامه چی جواب میدهند. وقتی که هدهد نظر میکرد اینها جواب میگفتند. بالقسط یعنی گفت قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. گفت ای گروه اشراف به اطرافیان خودش، به همون بزرگانی که در اطرافش بودن، با اونها چی از علما و چی از همون مصلحت دهنده ها، همه اونها رو جمع کرد بالقسط و با اونها گفت با درستی که نامه گرامی به سوی من انداخته شد. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. که در نامه چی نوشته بود؟ به درستی که این نامه از جانب سلیمان است و این نامه به نام الله انم بخشاینده رحمتگری مهربان است. الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. که بر من تکبر مکنید. نگاه کنید، یعنی که الا تعلو بر من یعنی متکبری نکنید و فرمان بردار شده پیش من بیایید، یعنی فرمان بردار شوید و بیایید، یعنی اطاعت کنید به من، یعنی سخن مرا در زمین نمونده به نزد من بیایید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشهدون. گفت یعنی پیامبران و همون کسانی که مثلا زن وقتی که گفت ای گروه اشراف مرا در کار من مشورت دهید تا وقتی که شما پیش من حاضر نشوید من فیصله کننده هیچ کاری نیستم. یعنی من خودم از پیش خودم یگان حکم نمی برارم، مصلحت شما برای من ضرور است. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. گفتند آنها که ما صاحبان توانایی و صاحبان کارزار سخت هستیم و کار در اختیار توست، پس در نگر چی چیز میفرم. یعنی که ما با فرمان تو آماده هستیم، ما یعنی به نهایت انسان های قوی صاحب قوه هستیم، یعنی با تمام چیز آماده هستیم، تو به ما امر بکن. بعدا بلقیس گفت که قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذله وكذلك يفعلون. گفت که همانو اگر یعنی ملوک همون پادشاه ها وقتی که چون به یک دیه به یک قریه یک دیه اگر در آیند اون رو خراب میکنند و عزیزترین اهل اون رو رسواترین سازند، یعنی رسوا میکنند و همچنین هم میکنند. البته انسان به عزت زندگی کرده ایستاده باشد، اگر واقعا رفت و به یک انسانی که یعنی به این معنا که آرام زندگی کرده ایستاده است، آرام، البته عزت از آن الله است، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن الله و از آن رسول از آن مؤمنین است. یعنی به این معنا که شما را اینجا چیکار میکنن؟ شما را وقتی که اومد سلیمان علیه السلام یعنی خور و ذلیل میشه، از این حالتتون یعنی بدتر میشه. و اینی مرسلة الیهم بهدیة
فناظرة بما یرجع المرسلون. و من فرستاده تحفه به سوی آنها هستم، پس ببینم فرستادگان به چی چیز باز می آیند. یعنی این یک امتحانی بود که یعنی به این فرستاده من چی جواب می شود. اگر انسان هایی که برای واقعا اگر مثال پیغمبر باشد این چیزها رو البته رد میکند، اگر غیر این باشد البته اون هدیه ها رو میگیرد. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون. پس چون همون فرستاده ها پیش سلیمان علیه السلام آمدن، سلیمان علیه السلام گفت که آیا مرا به مال امداد میکنید و آنچه الله سبحانه و تعالی مرا عطا کرده است از آنچه بهتر است. یعنی سلیمان علیه السلام به مال و ملک محتاج نبود که شما را عطا کرده است میگه، بلکه شما به همون تحفه خودتون یعنی شادمان میشوید، یعنی خرسند میشوید. ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. به سوی آنها بازگرد، به سوی همون سفیر امروز که مثلا پسال میگد، همون سفیری که آمده بود او رو روان کرد. سلیمان علیه السلام گفت که به سوی آنها بازگرد، پس همانا بر آنها با لشکرهای بیایم که آنها رو به مقابله آن طاقت نباشد، یعنی طاقت پذیر نیستند، اونها رو ما حتما شکست میدهیم و آنها رو رسوا کرده از دیه بیرون کنیم و آنها خار باشند. یعنی اونها رو وقتی که ما با اونها هجوم که کردیم، به سر اونها که رفتیم، البته اونها خار و ذلیل میشن. فهمیده استودید که اونها خار و ذلیل میشن. انا اکنون بعد از این گپ درباره چی میره؟ گپ درباره انمین آیت 38 تا به انمینجا اومده رسیدیم. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. گفت سلیمان علیه السلام به همون اعیان و اشراف دربار خود: ای گروه اشراف، کدام یکی از شما پیش از آن که فرمان بردار شده نزدیک من بیایند تختی او رو پیش من می آورد. همین در کجا گفت؟ از این کمتر پیشتر گفته بود که در آیت 31 که به من تکبری نکنید، یعنی تسلیم بشوید، به من تکبری نکرده فرمان بردار شده پیش من بیایید. و مشرکین گفته شده است سلیمان علیه السلام. و در همینجا در 38 آیت میگوید که پیش از آنه که یعنی اومده مسلمان بشوند عرش او را کی به نزد من می آورد. الله اکبر. انمینجا انکون می استیم، انکون درباره تفسیر می رویم، درباره تفسیر. و پیش از اونه که به تفسیر برویم، سخن این جهمی رو میمونیم و گوش میکنیم و بعدا ما تفسیر رو ذکر میکنیم که اینها نظر بکنیم که در جای لازمه که به خود لازم است، نه به امت و به مسلمان ها که به گمراهی نروند، به خود وقت لازم است تفسیر ابن عثیمین رو می آورند. من این رو برای چی گفته ایستادم؟
در تفسیر ابن عثیمین یک سخن عجیب رو میزند شیخ ابن عثیمین رحمه الله که همین پیش از اونه که اونها مسلمان شده بیایند عرش او رو کی می آورد میگد. در همینجا میگویند که اگر عرش او رو اگر اونها بیایند و مسلمان بشوند پس عرش اونها رو گرفتن جایز نیست میگد. زیرا یک انسان که مسلمان شد مال و ملک اون دیگر از آن خودش است، حرام میشود گرفتن. پیش از آنه که مسلمان بشن اومده مسلمان بشن عرش او رو گرفتن چی بود؟ جایز بود. و همچنین هم عرش او رو آوردن. هم در آیت بعدیش هم اگر نظر کنیم عرش او رو چکو کردن؟ عرشش رو آوردن. الله اکبر که در آیت بعدی که مثلا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفریت من الجن، یک عفریتی که از طایفه جن بود چی گفت؟ گفت من پیش از آن که تو از جای خود برخیزی آن را نزدیک تو بیارم و به درستی که من بر آن یعنی تخت توانایی با امانتم، یعنی به نزد تو می آورم. البته از تا جایی که تفسیرها در اینجا خیلی سخنها زیاد است درباره از جد ان تقوم من مقامک، از جد تو از جد خستن، که در اینجا بعضی سلیمان علیه السلام یک وقتی که مقصد می نشست بعد از مثال بعد از چند وقت از جوش می خست میگود بعضی وقت بله یک نشستن و خستن. بالاخره ما درباره چی که اجازه پرسیده استن که تخت یعنی اجازه بده که من بیارم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یک انسانی که در نزد او علم بود که از مفسرین به مانند ابن کثیر میگوید که از کسانی بود که مثلا امون اسم اعظم یعنی دعا رو میدونست که با یک دعا کردن یعنی چکار میکرد می آورد. بالاخره در این جای این است که اینها یعنی اجازه پرسیده استودند که چی است؟ یعنی مال و ملک کفار و مشرکین که بود پیش از اونه که تسلیم نشوند یعنی اومده مسلمان نشوند اونها رو چکار کرد؟ اونها رو یعنی همون تخت اون ملکه مشرکه رو پیش از اونه که تسلیم بشود بیاورن. بعد که تسلیم شد چخالی که ابن عثیمین میگوید چی است؟ بعد که تسلیم که شد دیگر مال و ملک اونها جایز نمی شود. بیاید نکنون زبس این مشرک رو مونیم. خب یک دقیقه خوب همینجا بود چی؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. بیاید در چی مونیم خوبتر میشود در خود همین یک اکران کنیم. بخشش از یک دقیقه یک اکران میکنیم در اینجا میمونیم ان شاء الله. خوش کی باشه خوب. خوش کی باشه حاضر. یک دقیقه
من خیلی میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله المستعان. من این رو همین سکورسی تیز قطعی گوش میکنم. این تیزی بعد است. الله المستعان. شیخ ابو عبدالرحمن همینجا اگر باشید برادر عزیزم، الله سبحانه و تعالی حفظتون کند. همین یک میموندید شما من یک مرتبه خارج شوم، الله حفظتون کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل التوحید خوب هستین؟ الله سبحانه و تعالی همتون حفظ بکند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله اخی سوال خوبی ان شاء الله. الحمدلله خوبم، شما هم خوبید؟ الحمدلله. چی گپ؟ بفرمایید برادر. امی جاهل اخی این قدر جاهل بوده این مسافر، سبحان الله. امی سوره نمل آیت 43 و 44 ش میخونی، الله اکبر میگوی میفهمی که گپ سر چی میره. و او قدر جاهل. امی جا گفته است آشکار آیت گفته است که و او را از هر چی بجای الله یکتا میپرستید بازداشت، زیرا او در زمره کافران بود. این آیت گفته است که کافر بود پیش اینکه تسلیم شده. آیت 44 در الله سبحانه و تعالی میگه بعدی که با صحن قصر میدرن و بعد نشان میده معجزه‌های الله را، بعد میگه که اینک من تسلیم شدم در برابر الله، در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. سبحان الله. ربنا اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو انس چول دارید برادر عزیزم؟ خوب هستید؟ سلامتون خوب است؟ اوضاع فامیل خوبه؟ الحمدلله زنده باشین. شما خوب هستین انشالله؟ الحمدلله ما خوب هستیم. شما خوب هستین انشالله؟ جزاک الله خیرا برادر عزیزم، حفظک الله و رعاک. یک سوالم مطرح کردم در این باره همون رهبر گروه حماس که کشته شده دیگه. از در فیسبوک ها بسیار کشمکش است. گفتم همین در این باره یک ذره بحث میکردیم که همه باز وایسش برای بعضی کسا روان میکردیم که حقیقتش میفهمیدن و حقیقتش آشکار میشد. بارک الله فیکم. در این مسئله ابو انس ان شاء الله برای امتا صحبت کردن ان شاء الله با مشایخ ما باید صحبت بکنیم تا اینکه مقصد مردم برداشت بشه چی نگاه کرده باید صحبت بکنیم برادرم. درست انشالله. صدا برای من نمیاد. ابو انس آوازم هست برادرها؟ آواز درست. بارک الله فیکم. فعلا درست. در این سوالتون برای صحبت کردن برادر اعظم با مشایخ صحبت بکنیم، به خاطر اینکه با استادا صحبت بکنیم که یعنی با فتنه دیگری سر نزند. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که به انسان ها صحبت کنید با قدری یعنی برداشتشون عقلشون. فهمیدید؟ و خودتون دیده استید که در مناطق من شما و در مناطق ما شما این رو همچه قهرمانی مسلمان ها یعنی انسان های جاهل دانسته استودن. درست؟ و در حق ما اهل توحید با تهمت های هسته که خودتون با خبر هستید، تهمت های نابحق از روی باطل است. این تهمت ها حق نیست شده استوده است. بارک الله فیکم.
دقیقاً. انشالله برادرم در این مسئله صحبت میکنیم چگونه صحبت کردم و البته در نزد اهل توحید این انسان کی است چی هست یعنی مثل آفتاب آشکار است برادرم درست اما دقیقاً. مردم امه جاهل هستند از بعضی مسائل ها خبر نیستند و چگونه برداشت میکنن نمیکنن والله اعلم برادرم بارک الله فیکم الله بارک سبحانه و الله تعالی فیکم. حفظ میکنه برادر لیکن همون چیزی که در چی یعنی در شخصی هم نیست یعنی این درست است 100% برادر الله استون میکنه بارک الله فیکم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یخ کردم باور که چول داره خوبی است تو خوب است الله رو شاهد میگیرم که یک روز همین روز درباره تو فکر استودم که این آدم تگ زمین به درآمد برفتن چی اون غور کنده ما شاء الله ما شاء الله، أحبكم في الله أيها الموحدون. حبك الله الذي احببتني فيه چیکار مشهد الحمد لله تمام كل زورو. ها کورو زور الحمدلله خوبیم گفتم خود به خودم کس گیو به درآمد باشه الله حفظتون کنه. سوال بود که بفرمایید برادر سوال درباره همین سبب حرام شدن خوک کدوم سبب که الله همین خوک حرام کرده که درباره همین معلومات میدید کمتر. هم بارک الله فیکم هر چیزی که حرام شده است او به مردم ضرر است از همین سبب حرام شده است یعنی اون چیزهایی که ضررناک است او حرام شده است برای انسان ها فهمیده مثلا ریچ خمر الله چی میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان درست اینها بارک الله فیکم چیزهایی که حرام شده است برای انسانیت ضرری هست از همین سبب حرام شده است فهمیده بارک الله فیکم چگونه که الله اعلم تو چقدر این صحت این نمیدونم لیکن هم میگم که خوک آفریده شد به خاطر چی به خاطر همون بعد قوم نوح مرده هایی که موندگی و دیگر چیزهای برای خورده نابود کردن که بویش دیگر انسان ها باقی مانده ها رو یعنی چی نکنه یعنی اذیت ندهد وقتی که او با هم جای کرده همین کشتی برآمده همین وقتا. بله بعد از همون والله من تو چقدر این صحتش دیدن است لیکن در حقیقت اگر خوک خوردنش بنگرید فرزندش هم میخورد او تمام چیز را میخورد یگانه جانوری که پسمانده خودش هم خوردن کرده همین خوک ایده فرزند خودش هم میخورد همه چیز میخورد جزاک الله خیرا. ایاک بارک الله فیکم حفظک الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته از فتنه آخر برادرم با خبر هستین عبده که امروز افتاد پرستای مسلمان استاد از کسی افتاد پرستا رو میگه مسلمان نگوید کافر است راسخ می راسخ ابوالغریب گفته است که هر کسی افتاد پرست رو مسلمان نمیگه خودش کافر است میگه زنش طلاق است الله اول این چیزی قابل ادراک جوان مرد کنه امین حفظك الله برادر شمسیدین بفرمایید السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ وسائر الموحدين أهل التوحيد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته چطوره برادرم خوب هستی سلامت خوب است الحمد لله شیخ الحمد لله الله شما رو حفظ کنه خسته نباشید استاد. یک سوال بود استاد همین حدیث جبریل علیه السلام است که همون من اسلام گفتن به رسول الله اسلام چیست گفتند و بعد خود تعریف دادن. بله این خودش یک دلیل است که یعنی جبریل علیه السلام دلیل لیکن تعریف داده محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هست که الاسلام استسلام لله بارک الله فرق چی است فرق الله اکبر فرق چی هست و دلیل محمد ابن عبدالوهاب این چیزی که گفته شد این رکن اسلام است فهمید رکن اسلام اما کلمه اسلام خودش چی است معنای کلمه اسلام یک چیز است رکن اسلام یک چیز است
ایمانه. ایمان چی است؟ بگیم قول است و عمل است و اعتقاد است. میگیم درست؟ یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. بله این معنای خود کلمه است. اما رکن ایمان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. فهمیده؟ این رکن فهمیدم است، معنای کلمه است. فهمیده رفیق جان؟ بارک الله فیکم. از همین فرموش سبب او کرده گرفتن نتوانسته اینها این گروه ها بسیارش انمین بابای انمین پیر ابوالغریبی کذابی دروغوی تکفیریستی خورجی قاتل مسلمان ها، من با این صحبت کردم در همین مسئله جدا کرده گرفتن نتوانسته استوده. یعنی میگه که رکن یعنی معنی داد اسلام کنید هم میشود. بارک الله بله فیکم. این محمد ابن عبدالوهاب کردگی نیستم برادرم. شما از خلف و سلف تفسیر به داخل شوید، همه مفسرین اسلام کلمش دیگر میگن الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعه و براءت من الشرک و اهله. اینا سلف کرده هستند. فقط چی شده؟ برای چی الان ما میخونیم در کتاب های محمد ابن عبدالوهاب انا همین چیزهایی که سلف گفتن و صوفی های مشرک از بین بردن حقیقت اسلام، به جای اسلام الاستسلام لله بالتوحید آنها الاستسلام بقبر او بسنم و غیره. فهمید؟ یعنی اونها چی گفتن؟ اونها کجا به تسلیم شدن؟ تسلیم به قبر شدن، تسلیم به همون پیراشون شدن، تسلیم بارک الله فیکم به دیگر چیزها شدن. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب وقتی که در مناطقی که اصلا اونجا را مسلمان نشین گفته، به نام مسلمان نشین بوده بود که شرک و کفر منتشر شده بود، معنای اسلام رو نفهمیدن، آمدند و در کتاب‌هاشون نوشتن که اسلام الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعه و براءت من الشرک و اهله. اسلام این تسلیم شدن به توحید، پایبند بودن به بارک الله فیکم به آن واجباتی که نماز و روزه و دیگر تمام عمل ها است و براءت من الشرک و اهله و بیزاری جستن از اهل شرک و از اهل شرک، از شرک و از اهل شرک است. فهمیدید؟ و امروز دیده استودید برادرها هم فکر میکنن که گویا که فقط این سخن رو محمد ابن عبدالوهاب گفتن. محمد ابن عبدالوهاب سخنی نگفتن که او از خودشان باشد. فقط محمد ابن عبدالوهاب کلام سلف رو به مردم عادی ساده کرده بیان کردن که این دین ما همین است. فهمیدید؟ از یک کتابی کلام مثلا 500 صفحه یا که 10 جلد، در 10 جلد در 10 مسئله صحبت می رود. فهمیدید؟ که برای اثباتش از همین 10 جلد 10 مسئله گرفتند، ساده عادی کرده نوشتند. مثلا 10 تا نواقض گرفتند از تمام باب مرتد. این نواقض های اسلامی که امروز میگم 10 نواقض که محمد ابن عبدالوهاب نوشتن، بعد هزار چند صد سال اومده، تقریبا بعد 1200 سال یا کم بیشتر اومده از پیش خودشان گفتن که اینها نواقض اسلام بود. نه، نواقض اسلام است. این گونه نیست. این نواقض ها بود، فقط در باب مرتد، در باب فقه بود. فقط محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله الله رحمت چون کند به این مردمش به نام مسلمان شرک به غوطه زدگی آمدن گفتن که این باب مرتد برای ما می آموزند که هر کسی که شرک میکند مشرک است، هر کسی که مشرک رو تکفیر نمیکند مشرک است، هر کسی که بد میبیند اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و این مشرک است. فهمیدید؟ از همین باب مرتد گرفتن ساده کرده، عادی کرده. این مردمی که از علم دور شده هستند اینها رو بیان کرد. یگام سخن نه ابن تیمیه رحمه الله از پیش خودشون گفتن، نه محمد ابن عبدالوهاب. و مذهب ابن تیمیه رحمه الله را هم همچنین کردن. یک مجموعه الفتاوی ابن تیمیه رحمه الله 36 جلد می باشد. 36 جلد. همین 36 برای چه اونها علما هستند؟ زیرا که همین چیز رو خواندن و مغز گپ برای مردم بیان کردن. فهمیده؟ مغز گپ از درون همین بیان کردن که این کتاب ها اثبات به اثبات همین چیزها نوشته شده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و ما
طالب علمان اهل سنت و الجماعت اون چیزی که گفته ایستادیم از پیش خودمون نیست، فقط مثل زمان محمد ابن عبدالوهاب این مسائل ها، فهمید برادرم، این مسائل ها در زمان ما پوشیده شد و الله سبحانه و تعالی برای ما یک مجدد در سرزمین ما با زبان من شما ابو محمد مدنی حفظ الله علامه خراسان داد که همین چیزی که سلف گفتن پوشیده شده بود در جای من شما در سرزمین فارس، اینا برآورده گفته ایستاده است. یگان سخن نگفته ایستاده است که بارک الله فیکم ابو محمد مدنی از پیش خودش باشد. و محمد ابن عبدالوهاب انا همین تهمت هایی که امروز به شیخ ما میزنن که گویا که این سخن رو فقط بارک الله فیکم ابو محمد مدنی گفته است و دیگر نگفته است، از سبب جهلشون، برای اینکه اونها کتاب سلف رو نمیشناسن. یک صوفی که کمی بحث کردیم گفت که ما مقلد ابو منصور ماتوریدی. من سوال دادم که ابو منصور ماتوریدی اصل چند آمده؟ 4. از این میبرد که از سلف کی هستند؟ گفت که صحابه تابعین تبع تابعین. من سوال دادم که ابو منصور ماتوریدی آیا از تابعین هست؟ گفت نه. از این میبراید که ما باید از سلف صحبت کنیم. درست گفت، اما گفت که سلف کو کتاب نوشتگی نیستند. امروز مردم بیخبر هستند که سلف کتاب نوشتگی. میگم ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی که ابو حاتم والله علم فرزندشون کتاب از نقل پدرشون می نویسند که از 3000 علما نقل میکنن، از فقط از شهر خودشون نه، از تمام مناطقی که شهرهایی که علمای اهل سنت و جماعت نقل میکنن این کتاب می نویسن به دستشون. اینها بیخبر است و صحبت میکنن. من میگم که کتاب اصل سنت و اعتقاد و دین او رافضه صفتی که خودش نسبت به ماتوریدی ها میتن میگه بجز این کتاب دیگر کتاب نداره. آخر همین کتاب سلف ثابت شده است. این کتاب از 3000 نقل سلف است و با این کتاب یگان سلف اعتراض نکردن. همه سلف هم به همین کتاب اعتقاد دارن. فهمده استید؟ کتاب بارک الله فیکم سلف امت من شما، بابای من شما، بابای این هیراتی ها، ای هیراتی ها شما بابا دارید، بابایتون ابو عبید قاسم بن سلام است. فهمیده استید؟ مردم هرات بابای شما ابو عبید قاسم بن سلام که یگانه سلفه که خاص به در مسئله ایمان کتاب نوشته است، این ابو عبید قاسم بن سلام میباشن. فراموش نکنین که بابای من شما سلف گذشته من شما اهل سنت و الجماعت بودن و خدمت به این دین اسلام کردن. فهمیدید؟ از همین هراتی که امروز 3-4 صوفی صفتی جهمی که دست به سینه میزند که گویا مجاهد است و گویا که حق گو است، کتاب ابو عبید قاسم بن سلام بخونید، اینها رو از جهمی ها میدونند. بابای من شما فهمیدید؟ ابو عبید قاسم بن سلام از هرات هستند. اگر هراتی ها به بابایتون افتخار میکرده باشید، کتاب ابو عبید قاسم بن سلام گرفته بخونید که از هرات هستند. یگانه سلف کتاب ایمان نوشتن و در کتاب ایمانشون بیان کردن که ایمان چی است؟ ضد ایمان کفر است. امروز این جهمی های لعنتی، این جهمی های قاتل، این جهمی های دین فروش آمده میگوید که ضد ایمان تکذیب است. الله اکبر. زیرا که اینها خراسانی ها به دو تقسیم هستند. خراسانی ها به دو تقسیم هستند. یکیشون یک جماعت بزرگشون اهل سنت و الجماعت هستند. دیگر جماعت جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم و غیرهم از شاگرداش ابو منصور ماتوریدی، اینها چی هستند؟ اینها جهمی هستند و امت اجماع دارند. بابایان من شما اجماع دارند که همینها کافر هستند. هر کسی که همینها را تکفیر نمی کند بعد علم داشتن خودش کافر است. و در خراسان هر روز جمعه لعنت میفرستادند به اشعری ماتوریدی ها و به جهمی ها که لعنتی الله بر بالای اینها بود. وقتی که لعنت به بالای اینها میفرستاد، این مسلمان ها با یقین فرستاد که الله دعاتون را قبول بکنه، اینها را نابود بکنه. که امروز خوری زوری مسلمان های تاجیکستان هم، افغانستان هم، ایران هم از سبب چرا بر بالای ما کفار مشرکین غالب اومد میدونید؟ چرا که
جهمی ها را اعتقادش پهن شد، کافرها را مسلمان گفت، مسلمان ها را به خاطر تکفیر بت پرستان، به خاطر تکفیر افتاب پرستان. ما چندین سال پیش میگفتیم که ای مسلمان ها، اینها قاتل هستند، اینها قاتل هستند. بسیاری ها شاید میگفتن که ابو عبدالرحمن چرا این سخن رو میگد؟ اینها قاتل نیستند. از کجا میگد؟ امروز دیدید ابوالغریب کذاب خبیث دروغگو گفته ایستاده است که بارک الله فیکم، آفتاب پرستا رو هر کس که اعتقاد نکند که مسلمان گفته می شود او کافر است، مرتد است، خونش حلال است، زنش طلاق است گفته است. مگر همین قاتلی نیست؟ مگر آن سخن‌هایی که گفتیم بعد چند سال آمده اثبات نشده ایستاده از زبان خودش گفته ایستاده است که کسی آفتاب پرست را مسلمان نمیگه کافر است، زنش طلاق است، با همین حال میموند ابدی در جهنم است گفته ایستاده است. الله اکبر. همین اعتقاد باطل جهمی ها منتشر شد و حال ما به همین حال رسید. اگر آفتاب پرست مسلمان باشد اولا است که امام علی مسلمان تر است. میگه حداقل ایشون معبد میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش نگشته نمیتواند، اما دعوا دارد که به پیامبر ما ایمان دارد. چی رسد به او آفتاب پرستی که پیامبر ما را حقارت و دشنام میکنه؟ او اگر مسلمان باشد اولا است امام علی. و همین سخن را مستقیم مدخلی ها آمده گفتن. مدخلی ها آمده گفتن که امام علی تو مسلمان هستی، هر کسی که تو را تکفیر میکند، هر کسی که به تو خدمت نمیکند همچون امیر مسلمان ها قتلش بکن، بکش، زیرا که اینها خوارج و کلاب نار هستند. فهمیده؟ و همچنین حزبی ها این سخن را گفتن به امام علی. و این حزبی های کثیف، این حزبی های قاتل، آنها دست راست امام علی بودن برای کشتن مسلمان ها، برای فتوا، برای برای امام علی که این صلح کفرانه که ما کردیم هر کسی که راضی نیست به این کفر، این باغی است، باغی ها رو کشته شود و مردم طرف دوشنبه طرف، کولوب طرف از پیرهایتون بپرسید، از کلانهایتون بپرسید که آیا این چقدر انسان ها رو بعد صلح به نام، یعنی که به بهانه باغی سرکش از امر ما گفته این حزبی ها با امام علی کشت، 500,000 مردم تاجیک رو اینو قتل کردن. فهمیدید چرا؟ سببش چی؟ سبب این فتواها داده شدن، سبب این که انا همین اعتقاد باطل جهمی ها بود که کافرها رو، اینها کافر نیستن، اینها مسلمان هستن. هر کسی که در اساس قرآن و سنت کافر میگه اینها خوارج هستن، کلاب و نار هستن، سگ جهنمی هستن گفته و تکفیر کرده، قتل کرده و خودشون اقرار دارن. بارک الله فیکم. اون به نام جهادی که در تاجیکستان کردن اون به خاطر لا اله الا الله نبود، اون فقط فریب این حزبی های قاتل بود، مردم عمر رو فریب کردن به نام اسلام، زیرا که به خاطر اینکه خودشون میگوید که کبیری میگوید که از اول عمر، که از اول پیدایش اسلام، و خودی همون سید عبدالله نوری هم مقصدشون آوردن قانون بشر بود، نه اینکه قانون خالق رازق الله یگانه. سبب همین چی است؟ سبب ارجاع است، سبب جهم بن صفوان اعتقادش منتشر شدن. امروز الحمدلله اینها آشکار برآمده گفته استادن که آفتاب پرست کسی که اعتقاد ندارد که رو مسلمان گفتن جایز است، با قرآن کافر شده است، زنش طلاق است. الله اکبر. اما در برابر این شما جوان‌های که حق رو فهمیدید، بدانید که استادم شب برای ما نصیحت داشتن. یک حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گفتن، بدنهایم لرزید. والله که این دین به خون پیامبر و با اذیت شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است. در بازار پیامبر صلی الله علیه و سلم رو کافرها بر رویشون تف میکنند، اعوذ بالله، بر رویشون تف میکنند.
و چگونه است در کودکی در مکتب ها یعنی بازی میکردیم، کسی دعوت به پیش پای او پایمون رو میگذاشتیم تا اینکه به زمین غلطد و همچنین میکنن که در نزدشون دخترشون زینب رضی الله عنها که یک دختر زیبا سفید بودند میترسند بروی پیامبر توف میکنن بروی مبارکشون و غلطوندنی میشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که به دخترشون زینب رضی الله عنها که دختر جانم آرام باش، این کافرها به من ضرر رساندن نمیتوانند. این دین همچنین رسیده است. اگر من توی جوان خوب بکنیم کی میرساند این دین رو؟ این دین رسانده نمیتوانیم. فهمیده استودید، درک کرده استودید که این دین رسانده نمیشود، حق بیان کرده نمیشود تا آن زمانی که نآموزید. امروز هزارها گروه هست که گویا جهاد کرده است، لیکن از همین مشرکی که در برابرش است با همون جهاد کرده است اعتقادا یگان فرقی ندارد. اعتقادا یگان فرقی ندارد که اعتقاد صحیح نشد عمل صحیح نمی شود. الله اکبر، الله اکبر. و هر یکی من شما وظیفه دار هستیم این مسلمان ها. ای جوان ها، شما به اون مدخلی هایی که به اون جهمی هایی که 10 سال 15 سال خوندن به اونها نگاه نکنید. حق در کثرت علم داشتن نیست، در کثرت روایت نیست. حق در این که پایبند بودن است. انا همون چیزی که لا اله الا الله که تمام پیامبران رسیدند و پیامبر ما بر ما رساندن حقیقتش رو، انا همین رو بیان کردن و در همین ثابت ایستادن و در برابر باطل گویندگان کفر شرک گویندگان سرخم نکردن. صبر بکنید، صبر بکنید، والله نصرت میبیاد. والله صبر بکنید نصرت میبیاد. استقامت بکنید، یقین بکنید. اگر یقین نکردید، یقین نکردن به لا اله الا الله این کفر است، زیرا که ضد یقین شک است. این شک کفر است. بدین شک کردن. اهل توحید، ای جوان ها، پیش از اینکه به بالشت هایتون سرتون رو میگذارید تدبر بکنید، تفکر بکنید که چگونه این دین به ما آمده رسید و چقدر میلیاردها انسان در روی زمین است، لیکن از درون همه میلیاردها من شما رو اختیار کرده است که در راه توحید باشیم، در راه هدایت باشیم. تدبر، تفکر بکنید که در میلیارد ها انسان ها اینکه این هدایت از تمام بایگری روی دنیا بالا میستد که اگر برای از درون چند میلیارد 7.5-8 میلیارد به یک ایده انسان ها برای همه بریلیانت یک طلای قیمت بهای داده شده است، در دست است از جانب الله و مردم میبیند اینم چخیل همه عزت میکنن. اما این چیزی که امروز در دست من شما داریم این بریلیانت نه، این از هزارها میلیاردها تمام دنیا بریلیانتش به این ارزنده نیست، فقط موحدین میفهمند و در نزد این کافرها و مشرکین، کسانی که به الله ایمان ندارند، این چیزها قدر دارد. صحابگان به وقتی که به آنها رزق میرسید طلای پولی میومد به زوجه هایشون میگفتند که به درون خانه ما فتنه آمده است، این فتنه رو چیکار بکنیم؟ زوجه هایشون میگفتند که هر چیزی که خواست شوهرم بکن. در خانه نان خوردن نداشتن، به توکچه هایشون میگذاشتن، هر کسی که خواست دستش رو میخست به این جایی که پول هست میگرفت میرفت این مبلغ ها رو، زیرا که در نزد صحابه دنیا قدری نداشت. توحید اولین درجه می ایستاد. با معامله خوب، با پول، با زدن، با ترسانیدن صحابه رو کافرها از دینشون گردانده نتوانست و در حیرت مون.
که این چگونه اینها انسان هستند. امروز این جهمی خبیث اون صحابه های گونه که از فولاد، چگونه که فولاد میگن، از فولاد از آهن هم قوی تر بودن، اینقدر قوی بودن که آهن ها رو آب کردن، در دست اینها شمشیرها میشکست، لیکن در دست های اینها قوی بود، رویشون رو پشت نمیکردن به کافرها، بلکه کافرها پیش میکردن رویشون رو، راه گریز میگرفتن. امروز اومده میگه که امروزه جوان ها از صحابگان بهتر بود. برای چی؟ نه قدر صحابه رو دانست، نه قدر لا اله الا الله رو دانست. قدر صحابه رو کسی میداند که لا اله الا الله رو بداند، حقیقت لا اله الا الله رو بداند. کسی ندانست، بعد از صحابگان بالا میداند امروز انسان ها رو. گوش کردید همه شما که این جهمی معرف راسخ چی میگوید؟ بیاید با هم گوش بکنیم، بیاید با هم گوش بکنیم که چی میگوید این کذاب خبیث. بارک الله فیکم. الان میگذاریم ان شاء الله. شما دنیا را یک تصور کنین، در ذهنتان بیار چه قسم عبادت پیدا کرده ای. این تو بنده هایی که بعضی وقت من فکر میکنم در صحابه می تو مردم نبوده، خب صحابه من می تو جوانای فعلی که هست نبوده، واقعا نبوده. اکثر صحابه کده خوب است، اکثر صحابه کده خوب است، بعضش جداست. و می خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت آخر زمان کسایی میان که ثواب 50 نفر شما را دارن. او گفت که 50 نفر ما از خودشان، گفت نه منکم 50 منکم، 50 نفر شما اجرش میگیرن. این تو جوانایی که ماشاءالله است، فولاد کده سخت است، فولاد دی در میگیره هیچ. این تو جوان است. ما و شما که هستیم بگیم گرد ما دنیا را یک تصور کنین، در ذهنتان بیار چه قسم عبادت پیدا کرده ای. این تو بنده هایی که بعضی وقت من فکر میکنم در صحابه می تو مردم نبوده، خب صحابه من می تو جوانای فعلی که هست نبوده، واقعا نبوده. اکثر صحابه کده خوب است. والله میگه واقعا نبوده. گوش کردید تو دیدی اهل توحید میگه واقعا در صحابه نبوده. اما بدانید که همین فولادهایی که ما اعتقاد داریم که هیچ کسی نه تابعین نه تبع تابعین به صحابه برابر شده نمیتواند به درجه صحابه، به عمل کرد صحابه، زیرا که تابعین میگویند که صحابگان اگر ما رو میدیدن منافق میگفتن، میگن فهمیدید؟ تابعین میگن که صحابه اینگونه خودمون رو حس میکنیم که صحابگان اینقدر پایبند قرآن و سنت بودن. و اما این جوانهایی رو که این دین فروش قاتل مدح میکند، ستایش میکند، اینها از فولاد هم قوی هستند. با آوردن عقیده جهمی سبب اینها مثل فولاد از آهن هم قوی شدنشون در حق بودنشون بود، با پایبند لا اله الا الله بودن بود، قوی شدنشون بود. سبب قویگیشون این پایبند لا اله الا الله بودنشون بود. اما این خبیث این قوی ها رو با آوردن عقیده جهمیگیش که بت پرست رو افتو پرست رو مسلمان گفتنش، این قوی ها رو آب کرد، از برگ درخت دیده اینها رو سبک کرد که هر شمال خواست به هر طرف خواست میبرد. همین گونه نیست اهل توحید؟ همین گونه است. چرا که سبب قوی شدن اینها، قوی بودنشون، این لا اله الا الله بود و این به اعتقاد آنها نواقض اسلام رو جای کرد و اعتقادشون بشکست و اینها
از برگ درختم سبکتر شدن امروز. سبب کی است؟ سبب همین کافر راسخ است. سبب همین کافر ابوالغریب است و دیگر این سه چهار چوجه که از پشت این میخزن. یهود و نصارا رو شر نکرده مسلمان میگوید، افتاب پرست ها رو مسلمان میگوید. به خاطر تکفیر آنها با من شما دشمنی دارد و بعد تهدید شب و روز میکنند برای کشتن من شما. الله مستعان. حقیقت رو امروز فهمیدید؟ حقیقت جهمی ها رو، مدخلی ها رو، آذری ها رو فهمیدید که اینها قاتل هستند، مسلمان کش هستند، دشمن الله و رسولش هستند، دشمن شما هستند این مسلمان ها. از پشت اینها نخیزید. اینها خودشان دشمن شما هستند، فقط میخواهند که نوبتتون بکنند، اما نامردانه، نوجوان مردانه میخواهند نوبتتون بکنند. جلوه میدهند که اینها دوستدار هستند، اما عقیدهشون عقیده کفر شرک است. حفظكم الله. فهمیدید اهل توحید؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. شیخ محمد هستند در اینجا، کمی صحبت میکردن، الله حفظشون بکرد. من نمازم میخوندم، انشالله با دوام میدادیم. اگر مشایخ هستند، برادرها فکر اندیشتون را بگویید. از حق بیان کردن نیستید، ساکت نباشید، حق رو بیان بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله بعد از کم تا روز چی میشه. یک 5 دقیقه صحبت کنید. روز علیکم السلام و رحمت الله. 5 دقیقه انشاءالله صبر کنید برادر. روز ما شما صحبت کرد، من 5 دقیقه 10 دقیقه هستم اینجا. بارک الله فیکم. و این راسخ بخشش زیاد ابوالغریب رو، سخنش رو ای مسلمان ها کامل گوش کردید؟ چی میگوید؟ آفتاب پرست ها مسلمان است میگه. هر کسی که آفتاب پرست ها رو مسلمان نگه به قرآن کافر شده است میگه، زیرا که سلیمان علیه السلام آفتاب پرست رو مسلمان گفت. به عقل یگان مسلمان جا می شود؟ همین سخن به عقلتون جای شده ایستاده است که آفتاب پرست مسلمان گفته شود؟ بارک الله فیکم. این چی مصیبتی است؟ انشاءالله بعد شیخ ابو حلیمه صحبت کردن، انشاءالله شیخ ابو حلیمه صحبت کردن، بنده هم میگذاریم هر یک گپش رو با هم گوش میکنیم که این چی میگوید. و این سخنهای اینها رو منتشر بکنید با آنهایی که این کثیفان رو، این جهمی ها رو، این قاتل مسلمانان رو نمیشناختن بشناسند. دشمن رو بشناسانید که دشمن در زیر پا است، با لباس مسلمانی آمده است. این تکفیریست های خوارج رو که چگونه امت رو به خاطر آفتاب پرستو کافر و زنشون رو طلاق دانسته است. یک مرجع خبیث وجود دارد که برآمده میگوید که آفتاب پرست مسلمان نیست. چرا نمیگوید میدونید؟ چرا که گوید میگه بت پرست رو مسلمان میدونی؟ هم بت پرست رو مسلمان میدونم، من آفتاب پرست رو مسلمان میدونم. چی فرق ما است از هم دیگر؟ چی فرقش از هم دیگر؟ یکی رو آفتاب پرست رو مسلمان بگید، دیگری قبر پرست رو، سنگ پرست رو و درخت پرست رو. چی فرق دارد این مسلمان ها؟ خودتون بگوید. ما چندین وقت به شما نشان داده بودیم که در پاکستان در پیشت مسجد، یعنی در عاقب مسجد تیمسا میپرستند و ما
اهل تاجیکستان کرکدیل گویم هم میفهمیم. این با زبان والله علم با فارسی تیمسا می شود. تیمسا پرست ها. تیمسا پرست در عاقب مسجدشان تیمساها رو نگهبانی میکنند. تقریبا 200 تیمسا. با آنها نظر میکنند، با آنها آورده قربانی کردهشون رو میدهند، با آنها از آنها دعا طلب میکنند. باز انسان میگه این تیمساهای ما، این کرکدلی های ما چی است؟ صوفی هستند. برای همین دیگر کس رو به دیگر کس حمله نمی کند. او راوی برنامه که از اوکراین بود میگه که البته میگه این کرکدیل ها، این تیمساها یعنی حمله نمیکرد به خاطر اینکه چیزهای اینها میگه فقط گوشت های لحم رو، گوشت های بی استخوان میخورد. زیرا که او برای یعنی در برنامه نشان دادن که این چگونه جای هست، او یک چند کله سری گوسفند و پایهای گوسفند رو آورده است. بارک الله فیکم. بیخبر از اینکه این کرکدیل ها این کرکدیل ها این چنین یعنی سری گوسفند، پای گوسفند رو داده نمی شود، نمی خورد. البته میگه اینها چقدر گوشت های لحم و تازه می خورند، اینها ضرورت به گوشت مردم ندارند. فهمیدید؟ سبب همین است. و در هر وقت زمان یگان اعتقاد کفری را یک انسان میگوید و پیروان خودش یعنی پیدا می شود و این اعتقاد را شیطان زینت می دهد و همچنین منتشر می شود و در برابر اعتقادهای باطل در همه وقت و زمان علمای حقگو بودند که این کارشون میکردند. در سلف مثلا جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم اومدند و گفتند که الله سبحانه و تعالی در همه جا است، یا که گفتند که الله نه در آسمان است نه در زمین است، نیست، وجود ندارد. و سلف میگویند که من با پیروان جهم ابن صفوان شاگردانش صحبت کردم، قولشون همین است که در بالای عرش الله سبحانه و تعالی نیست و از عرش بالا خالی است و تکفیر کردند. و آنها هم برای خودشون از قرآن گویا دلیل آوردند. دلیل صحیح است، فهم باطل است. و کسانی که قرآن را مخلوق گفتند آنها هم به خودشون از قرآن دلیل آوردند و فهمشون باطل بود. و از این می براید که و از این باید فهمیده شود که هر انسان از قرآن دلیل بیارنده اگرچه دلیل صحیح است و سخنش باطل است، حق نیست، هر یک دلیل بیارنده همان وقت از قرآن دلیل آورده فهمش رو بیان میکرد، همان وقت قابل قبول است که به فهم سلف امت صحابه، تابعین و تبع تابعین درست بگیرد. صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیم آموختند و تابعین مستقیم از صحابگان آموختند، تبع تابعین از تابعین ها آموختند. و نباید وقتی که فهم تابعین با فهم سلف با فهم صحابه خلاف آمد، اس فهم این کار است. بارک الله فیکم. در نزد اجماع صحابه یگان قول قبول نیست. الله بارک فیکم. درک بکنید، تدبر بکنید و احساس مسئولیت رو احساس بکنید. مسلمان ها، هر یکی من شما مسئول هست بر رسانیدن دین.
به آموزاندن دین و این راه حق را کم نگیرید و راه حق را کم نگیرید، برساندن کوشا باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که از من یک آیت باشد هم برسونید، یک آیت صحیح و درست آموختید، به فهم سلف امت آموختید، این رو برسونید، وظیفه دار هستید. به زبانتون سخن کرده نمیتوانید، منتشر بکنید و مردم رو راهنما بکنید به این درسای حق. بارک الله فیکم. و در کشتی دعوت داخل شوید، چنگ زنید. دین الله به کسی ضرورت نداره، ما به الله ضرورت داریم و الله به شب روز گریه بکنیم که الله ما قبول بکن به راه دعوتت. مرا از جمله طالب علمان در نزد ملائکه و در نزد مخلوقاتت بگو. و الله سبحانه و تعالی کسی رو دوست می‌دارد، به ملائکه ها میگوید که من فلان بنده ام رو دوست می‌دارم، شما هم دوست بدارید. الله سبحانه و تعالی حق گویان را دوست می‌دارد. الله ولی الذین آمنوا. الله ولی، سرپرست، دوست مؤمنین است. مؤمنین کسانی هستند که بلا اله الا الله چنگ زدن. مسلمون ها کسانی هستند که بلا اله الا الله چنگ زدن. الا اله الا الله، لا اله وقتی که میگید فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت رو انکار میکنید. اونهایی که به غیر حکم الله حکم میکنن اینها طاغوت هستند. حکم میبرن و حکم میکنن، قانونهاشون به غیر حکم الله هست و چیزهایی که به غیر الله میپرستیده میشن، مثلا فرعون و با اهلش بیزاری میجوید. اونهایی که آفتاب پرست هستند. امروز آفتاب پرست ها را چی گفته است؟ الله لعنتشون کند اینها را، این دین فروشان را، این قاتلان را. مگر به خاطر آتش پرست ها، به خاطر بت پرست ها من شما را تکفیر ندارد؟ اگر همین خوارجی نباشد، همین قاتلی نباشد، چی است ای اهل توحید، ای مسلمان ها؟ خودتون بگوید، خودتون بگوید که اگر همین قتل کردن مسلمان ها نباشد، دیگر چی قتل است؟ او ابوالغریب میگه ابو حلیمه رو به آب چوشک میپرونه. خودتون میفهمید که چرا این مثال رو زد. و امروز برای ما فهمیدیم که این انسان دینش رو فروخته است با حزبی های رافضه مسلمان کش دیگه که 500,000 مردم تاجیکستان رو در تاجیکستان کشت، با آنها رفته همراه شده است و به خاطر شیرین نشان دادن برای آنها خودش را آفتاب پرستان مسلمان است. ابو محمد مدنی حفظه الله، علامه خراسان، مجدد در خراسان، کافر هست، شاگرداش کافر است و هر کسی که سخنهای اینها را تایید میکند و آفتاب پرستان را مسلمان میگه کافر است، زنش طلاق است. فهمیده استید به خاطر چی امروز ما را تکفیر دارن؟ و آذری ها را شما شاید نمیفهمیدید که به خاطر چی با ما دشمنی میکنن، به خاطر چی ما ها را به طاغوت فروختن به اینها فتوا میدادن. بیان همین سخن آذری کی است؟ آذری کسی که یک آفتاب پرست رو مسلمان میگوید و میگوید که هر کسی که آفتاب پرست رو مسلمان نگفت وای خوارج کافر است، خوارج کلاب النار است. فهمیدید؟ آذری رو امروز فهمیدید که آذری کی است؟ آفتاب پرست رو مسلمان میگوید یا که بت پرست رو یا که درخت پرست رو مسلمان میگوید و میگوید که هر کسی که اینها رو تکفیر کرد این خوارج کلاب النار است. اینها رو هر کجا افته شد کشته شود. بارک الله فیکم.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو علي حفظك الله ورعاك. بارك الله فيكم. صحبت کن اخی کریم. الله احسان کنه. انشالله نماز خونید، انشالله صحبتتون بهترین رفته شده بود، دوام میتید انشالله. صحبت کنید من نماز خونم باز. بارک الله. تمام انشالله. الله احسان کند. بله شیخ ابو عبدالرحمن حفظه الله چخیره که گفتن حاضر واقعا قاتلی اینها را اگر کسی مثلا طالب علم است عربی رو میفهمد انشالله نظر بکنید شما به کتاب تکفیر الاشاعره که به نوشته مؤلفش خالد ابن علی المرضی الغامدی، خالد مرض الغامدی مشهور به نام خالد مرض الغامدی است. نظر بکنید به کتاب تکفیر الاشاعره که چخیل اشعری ها ماتریدی و اشعری ها چگونه اهل سنت رو تکفیر میکنن، حتی حکم قتلش رو برآوردگی هستند. یعنی در اینجا میگویند که من قال، یعنی هر کسی که بگوید که الله در آسمان است بگوید، این انسان میگد کافر است و این را توبه کنانیده می شود. اگر توبه نکرد قتل کرده می شود. مرحمت کسی می خواهد تکفیر الاشاعره که فتواهای علماهای اشاعره را وقتی که آوردگی هستند خالد مرض الغامدی در اینجا ذکر میکنن. خود شما شاهد شوید، خونید بفهمید که امروز اصطلاحات گوناگون است. بله اصطلاحات اینها به هر گونه اصطلاحات مردم فریب میکنند. مسلمان لغوی و مسلمان حقیقی و این اون گفته مردم فریب میکنند. لیکن تا به امروز ما سوال کردیم به این جهمی ها که از یک سلف شما بیارید که مشرکین مکه بودند و مشرکینی که مشرک بودند اونها رو مسلمان لغوی گفته باشد. تا به امروز این کذابین، تا به امروز این دروغگوها نه آوردند. تا به امروز اینها یگان سخن آوردگی نیستند و آورده هم نمیتوانند از سلف. به همین خاطر شما یقین کنید، به تمام اینها سوال کنید که از یک سلف بیار تو، از یک چی باشد گفته باشد که یعنی مشرکین مسلمان لغوی هستند. از یک سلف بسم الله اگر از یک سلف آورده توانستند و آورده نمیتوانند، آورده نمیتوانند، لیکن شب روز دارند به همون سخنهایی که به عقیده باطل خود میخواهند چیکار کنند؟ میخواهند که نام دیگرها رو هم سیاه کنند به مانند تهمت به سلیمان علیه السلام زدن که گفتند که سلیمان علیه السلام اعوذ بالله یعنی کسانی که افتاد پرست بودند اونها رو مسلمان گفت. او در اینجا با یک قول مطلق هم میگوید مسلمان میگوید اعوذ بالله مسلمانشون گفت میگه، در حالی که اونها مشرکین بودن. پیش از آنی که اونها به چی؟ پیش از آنی که به پیش سلیمان علیه السلام بیایند و تسلیم بشوند، پیش از آنی که اونها بیان به سلیمان علیه السلام تسلیم بشوند اونها رو چی گفت؟ اونها که افتاد پرست مشرکین بودند اینها آمدند اونها را یعنی که مسلمان گفت. خلاصه با کسی اگر چی بود انشاءالله ما کتاب تکفیر الاشاعره رو هم
انشاءالله باذن الله روان میکنیم تا اینکه خواند و بفهمد که این پیشواهای این جهمی ها یعنی مسلمان های اهل سنت و الجماعه را به سبب عقیده اهل سنت و الجماعه داشتنش تکفیر میکردند و قتل میکردند. شاید شما بعد از اونی که این چیزها رو این حجت و دلیل ها رو با چشم خود میبینید بعدا درک میکنید که اینها به این خاطر است که یعنی پیشواهای این جهمی ها که اهل سنت رو قتل کرده آمدگی هستند. به همین خاطر بله در این حالت باید هر یک مسلمان بی‌طرف نباشد. هر یک مسلمان، هر یک موحد براءت خود باید از این گونه مشرکین اعلان کند. اعلان کند که تا اینکه عقیده خود باز هم مستحکمتر کند و باز هم براءت خود آشکارتر کند که براءت در قلبش بود و زبانش جاری کند. اینها البته که آمده مشرکین که مسلمان گفتند با لغت های گوناگون میخواهند که مسلمان ها را به همین طریق گمراه کنند و میخواهند که مسلمان ها را به همین طریق با عقیده جهمیگی خود و نمون غلامی خود بیدرارند، داخل کنند و چیزی که اینها بگویند باید همون سخن چی باشد؟ همون سخن باید حق باشد. اعوذ بالله. جهمی های امروزین این جهمی ها روز تا روز الحمدلله آشکار شده ایستادند. اینها با یک سخن عجیب دیگر دارند، میگن که من اگر از علما آوردم یکی از این حاضری های پلید خبیثی دیگرش میگوید که من اگر از علما آوردم تکفیرش میکنی، میگه یعنی به این معنا که من همین عقیده رو دارم، فقط در همین عقیده عذرگیم پنهان هستم، پنهان هستم، لیکن همون علمای که شک و شبهه خود در اینجا آشکار کرده است. شاید بسیاری از برادرها شاید نفهمند، لیکن ما درک میکنیم که میگویند که من اگر علماها رو بیارم که همین خیلی گفته باشن تکفیرش میکنی، میگه در حالی که از علمای اهل سنت و الجماعه آورده نمیتواند، از سلف آورده نمیتواند. اینها انمی شبهاتی که این خوبسو شب و روز اهل توحید گمراه کرده نمیشن و با این با صراحت میگوید که کسانی که اعوذ بالله کسانی که همین سلیمان علیه السلام مسلمان گفته ها رو یعنی همین رو اگر رد کند میگد خودش چی است؟ خودش کافر است و زن طلاق است، میگد زنش طلاق است. بیاید برای همین سخن چی شدنش مونیم میره. اینجا از من یکون رتبه ندارم در اینجا، لیکن میتونستم شما میشید است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. تسلیم شدن کسانی که در آسمان ها و زمینند. این بود اسلام و مسلم لغوی. چنانچه امام قرطبی تفسیرش گفته است اولا و له اصل. چنانچه در این آیات ها ذکر کردیم و بیان کردیم و در دیگر آیات های قرآن ایمان لغوی و اسلام لغوی ذکر شده است. و گوش کنید این مسلمانان از زبان پلید پیشوای گمراهشان چی میگوید به ما؟ میگوید که اینها گفتند مسلمان لغوی، ما گفتیم اینم یک کفر دیگر است. گوش کنید از زبان خودش. مسلمان لغوی گفته ایستاده است. میگد که کسی که مسلمان لغوی گوید اگر کافر است، میگد این یک کفر دیگرشون هست، میگد. و به این دلیل چی رو میورد؟ به این دلیل سخن سلیمان علیه السلام رو میورد. گوش کنید. اینها گفتند که مسلمان لغوی، ما گفتیم اینم یک کفر دیگر است.
اکنون دیدید مسلمان ها که این یهودی تکذیب میکند الله را. الله تعالی در قرآن مسلمان و مؤمن لغوی را بیان کرده است. این خبیث میگوید که اعوذ بالله، این میگد که با همین چیزی که ما مسلمان لغوی گفتگی ها رو مشرکان رو مسلمان لغوی گفتند و تا حال یک دلیل از سلف آورده نتوانسته ایستادند. مسلمان لغوی با مسلمان لغوی که یک دلیل آورده نتوانسته ایستادند، به همین خاطر که ما میگیم که اینها مشرکین مسلمان لغوی گفتند. بالاخره مسلمان مطلق هم معروف راسخ هم گفت که مسلمان مطلق یعنی مسلمانش بگویم کافر نمیشه گفت. اعوذ بالله. بعضی با قرینه گفت، بعضی یعنی که با مطلقا هم بگویی یعنی کافر، یعنی یک انسان مسلمانش گفت مشرک هیچ کار نمیکند میگه. اعوذ بالله. فهمیده ایستادید؟ بیایید اکنون دوامش گوش میکنیم که با کدام دلیل اینها ما رو تکفیر، یعنی که ما مشرکین هم مشرک بگویم، اینها به سبب ما مشرکین هم مشرک گفتن اینها ما رو تکفیر میکنن. مسلمان لغوی این یک کفر دیگر است. العیاذ بالله. و دیگر این ابو محمد کافر به قرآن و این که مسلمان لغوی را قبول ندارد و میگوید این یک کفر دیگر است، بنابراین سلیمان علیه السلام را تکفیر کرده است. الله تعالی در سوره نمل در آیه 38 از سلیمان علیه السلام شما فهمیده ایستادید که این میگد که به همین گفتهش سلیمان علیه السلام رو تکفیر کرده ایستاده است میگد. لیکن اگر ما حاضر واقعه رو ما به خاطر چی پیش از این آیات ها رو با شما خواندیم دادیم. پیش از این اولی واقعه که با همراهی هدهد گذشته بود، سلیمان علیه السلام هدهد رو مثلا چخیلی که ما در آیات یک به یک خونده دادیم برای شما، واقعا همین خیل بود که این یک آفتاب پرست بودن اینها، قوم یعنی امتا همش همون ملکه همون سبا که بلقیس بود و تمام پیروان و همون اطرافیانش که آفتاب پرست بودن، همونها رو ما وقتی که آفتاب پرست مشرک میگوییم، این میگوید که شما سلیمان علیه السلام رو تکفیر کردید، در حالی که سلیمان علیه السلام در اونجا میگوید که پیش از آنه که بیایند و چی شوند؟ مسلمان شوند. پیش از آنه که بیایند و مسلمان شوند، یعنی پیش از او چی بودن؟ اونها مشرک بودن، آفتاب پرست بودن. اما این میگوید که اینها سلیمان علیه السلام رو چی گفتند؟ سلیمان علیه السلام رو تکفیر کردن میگن. این کذابین دیده ایستاده، این مدلسین دیده ایستاده که خودش به همین عقیدهش سلیمان علیه السلام رو تهمت و تکذیب کرده ایستاده است که سلیمان علیه السلام مشرک رو مسلمان گفتن. بیاید گوش کنیم دوامش. و ما خبر داده گفته است قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. گفت سلیمان ای عزیزان کدام یک از شما می آورد پیش من تخت او را، یعنی تخت بلقیس را، پیش از آن که بیاین نزدیک من مسلمان شده. یعنی در این آیه سلیمان علیه السلام مشرکان آفتاب پرست را مسلمان گفت، یعنی مسلمان لغوی نه مسلمان شرعی. در این آیت سلیمان علیه السلام اونها رو مسلمان گفت، مسلمان لغوی نه مسلمان شرعی. یعنی که اونها رو سلیمان علیه السلام، یعنی مثلا من میگویم که یک انسان پیش از آنه که یک مشرک پیش از آنه که بیاید به نزد من و مسلمان بشود، پیش از آنه که به نزد من بیاید مسلمان بشود، کی است تو همورا؟ تو به پیش من آمدنش کی هستمون؟ کنی همجا کی جواب میتید برادرو؟ هست یکون برادره که جواب بیتید که یک نفره که پیش از آنه که بیاید مسلمان بشود کی هستمون؟ ما آیاتای قبلی را خواندیم. هست یکون برادره که هست. سبحان الله برادرو برجای شما. اوز من در رفته ایستاده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. حفظک الله اخی. یک انسان پیش از مسلمان شدن از کافر اخی. الله اکبر. او همه قگف است آخر.
این عادی ترین موحد میفهمد، لیکن اینو نفهمیدن. بله استاد، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد برای مسئله کمتر واضح تر شدنش مثال میگویی که پیش از انسان انسانی که نماز میخواند پیش از نماز خواندنش باید طهارت کند. این گفته نمیشود که انسان طهارت دارد. مثال یک مثال عقلی. عذر یک دقیقه برادر. بارک الله فیک برادر عزیزم، الله سبحانه و تعالی حفظتون کند. آواز شما کمی به من خیره اومد، خیلی اومد خوب نفهمیدم. استاد یک مثال عقلی ندارد، من همینش کمتر من نفهموش. یک مثال عقلی گفتم که انسان پیش از اینکه نماز خواند طهارت کند. مثال تو و طهارت نداشت کنه گپ اسلام نداشت، مشرک بود. این مثال عقلی. بله، تا زمانی که طهارت کردنش همون، یعنی در کدام حالت بود؟ در حالتی بود که به طهارت بود آخر. این سرسختا به خیلی گفتم که پیش از غسل کردن در حالت جنوب بود اینا. الله المستعان. نگاه کنید که باور کنید برادرای ما چقدر این چیزها رو درک میکنن که یک مثال عادی قطعی میفهمن آخر. الله المستعان. این خوب است. انمی خیلی مردم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی کریم، این آیتایی که در حق سلیمان علیه السلام آمده است آیتای واضح است. بله، محکم هستن، متشابه نیستن اینها. بله، اینا فهمیدنش اینقدر مشکل هم نیست. برای این زمان ما در اینقدر تصویرها هست، ترجمه و نظرهای علما هست، یگان جایی پنهانیش هم نیست. قلب است که پیش سلیمان علیه السلام او شخصایی که آفتاب پرست بودن می آمدن، او کی بودن؟ مشرک بودن، آفتاب پرست بودن. بله استاد همونجا خودش وقتی ترجمه کردنش میگوید که پیش از مسلمان شدنشون با همین چی زیبا بیانی کرده، اما اودیتورش به فهمانده ایستاده است که در اینجا سلیمان علیه السلام مسلمان گفتن، حالا که همون 10 سکند پیش خودش همین چیز ترجمهش میگوید که پیش از اون که اسلام بیارند. بله، اکنون همین اشعری و ماتوریدی، همین اشاعره به خاطر چی مثلا رفته به کفر رفتن؟ به سبب که انمی گونه تعویل کردن. یعنی تعویل هم دو معنی دارد. تعویلی که در نزد ابن جریر الطبری که در نزد اهل سنت و الجماعه، تعویلی که اهل سنت و الجماعه میگویند یعنی به مانند ابن جریر الطبری تفسیر است. و اما اشاعره تعویلی که میکنند این به معنای تحریف است. تحریف و تعطیل، یعنی تحریف کردن، عوض کردن و بیکار کردن. تعطیل کردن هم یعنی نفی کردن است. تعطیل کردن. به همین خاطر اینا معنای استوا رو میگیرن، استولا میکنن. اینها هم از اینها چی فرق دارن؟ حتی که اینها یک مذهب جدیدی رو پیدا کردند که در همین عصر مذهب راسخیه، که این مذهب همین بود که مسلمانی طاغوت پرست همین مذهب ایجاد کردن. مسلمانی طاغوت پرست. به همین خاطر برادرای عزیزم، شیخ ابو عبدالرحمن حفظه الله به نهایت خوب فهمانده ایستاده بودن این عازری جهمی ها رو که چقدر این خوبسا به خاطر
حق گفتن ما به خاطر مشرک گفتن ما رو تکفیر دارن آخر. اعوذ بالله. گپ آورده میگوید که شما تلبیس میکنید. والله که الله سبحانه و تعالی یهودی ها رو چی گفت؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. یعنی که یحرفون الکلمه، کلمه ها رو تحریف میکنن، از موضع خودش میگیرن، از موضع خودش به دیگر معناها تحریفش میکنن. ولا تلبسوا الحق بالباطل، که این یهودی میگه اعوذ بالله این آیت در شأن خودی همین هاست. یک گپ میگه بعد از چند میگه نه نگفتم. نگاه کنید بعد یک چیز دیگر عجیب من در اینجا مشاهده کردم که کسانی که با همین معروف راسخ پیوست شدن، من کمی خندم اومد سبحان الله، با همین پیوست شدن همش میبینید که چقدر کذاب هستند. یک گپ میگن نگفتم. وای غربای گربچه در آب غلطیده چی گفت؟ گفت که ما گفت برای مصلحه مشرکان رو، یعنی یک انسان مشرک طاغوت پرست رو مسلمان گفتن این خیلی خوب است. گفت مشرک مسلمان گفتن خوب است. گفت یعنی همین عقیده همین جهمی ها، عقیده عازری ها همین است که پیش از آنه که تو مثال با ما اول پیشتر سوال میکردن میگفتن پیش از آنه که تو همین رو دعوت بکنی یک قبر پرست رو چی میخونی؟ شمیره میگفت خیلی میگفت مسلمانش بگوی چی مشکل دارد برای دعوت خوب است که میگفت. بسیار جهمی ها بسیار عازری ها میگه پا میگفتن اینها هم عین گپی همونها رو گفته ایستادن. برای همون اینها بعد فردا سحرش که بر اومد، شاید در خوابش در اومد، شاید سخنهای ما که الحمدلله به مثل لیزوه با اونها تاثیر میکند، یک بار خوابش پریدگی است از سحر قطعی میگه اینها خیلی میکنن اون خیلی میکنن یهود صفت و این و اون، میگه من این سخن نگفتم. میگه این تاثیری راسخی به اینها هم زدگی است که میگه از 10 سخن ما 8 سخن ما دروغ است. میگه لیکن در همین هم دیدیم آزیر همی سخن که را معروف راسخه مونیم که با مقصد ایجا به عدل نشود ما عدالت خطی مونیم شوزر. خب انا اکنون سخن نوبتی رو با کی ابو محمد سعید افغانی کذاب دیگرش میتیم. خب در اینجا خب هیچگاه شما هیچ صورت مرا پیدا کرده نمیتونید من را شیخ صدا کرده باشم. هیچگاه هیچ صورت مرا پیدا کرده نمیتونید. هیچگاه شما هیچ صورت مرا پیدا. شیخ الاسلام ابو محمد المدنی، شیخ الاسلام ابو محمد المدنی، شیخ الاسلام ابو محمد المدنی، شیخ الاسلام. کذابی ندیده است. در اینجا میگد که شما هیچ سخنی من پیدا کرده نمیتوانید. میگد در دومش میگد که هیچگاه شما هیچ صورت مرا پیدا کرده نمیتونید من را شیخ صدا کرده باشم. هیچگاه هیچ صورت مرا پیدا کرده نمیتونید. شیخ الاسلام ابو محمد المدنی، شیخ الاسلام ابو محمد المدنی. گپ یعنی دروغگویی عادت شده. نه اکثر ما شما میتور هستیم می افغانای ما شما که 10 گپ 8 گپ خود دروغ نگوید چارش نمیشن. صورت مرا پیدا کرده نمیتونید من را شیخ صدا کرده باشم. شیخ الاسلام ابو محمد المدنی. یعنی دروغگویی عادت شده. نه اکثر ما شما میتور هستیم می افغانای ما شما که 10 گپ 8 گپ خود دروغ نگوید چارش نمیشن.
انا یعنی که از 10 گپ اگر 8 گپ دروغ نگوید، یعنی اقرار چی است؟ اقرار همین است که اینها یعنی از 10 سخن خود 8 سخن خود دروغ نگویند نمی شود میگد. حالا که خی کسانی که از این راسخی پیروی کرده ایستادن، اونها آیسته آیسته به مذهب این به مذهب دروغگویی و به مذهب کذابیش رفته ایستادند که چقدر این خوبسو یک سخن میگویند و فردا میبرند، فردا سحرش خطی میبرند میگد نه، میگد من نگفتم. الله المستعان. انا این گونه انسان ها چگونه دین و ایمان و توحید شما رو محافظه میکنند، چگونه حفظ میکند به خاطر نفس خودش، به خاطر نفس پلیدش. یعنی صدها صد نمود گپ میزند. این گونه انسان ها شما رو بجوز به سوی شرک و کفر و به سوی جهنم به دیگه جایی نمیبرند. اینا فراموش نکنید. شاید امروز بعضی ها درک نکنند، لیکن روز از روزها درک میکنند از کسانی که پیروای همین ها هستند. درک میکنند لیکن دیرشون میشود، لیکن دیر میشود. باز بگردید به سوی الله، به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع بکنید و این جهمی ها رو عقیده جهمیگی، عقیده کفری و شرکیشون به مثل آفتاب، به مثل همون آفتاب پرستو روشن شدگی است. آفتاب پرست یک تشمین میگوید آفتاب پرست مسلمان است. اون محمد شریف عبدالعلیم جهمی دیگرش بود، کمونیستا را میگوید که ما کافر گفته نمیتونیم، حجت قایم میکنیم. ملحد کافر نمیگد. لشکر طاغوت مسلمان است میگد. سهراب عادلان جهمی دیگرش لشکر طاغوت مسلمان میگوید. در مسئله مشرک گفتن اختلاف است میگوید. آمده چندین مثلا تهمت هایی که مسئله استهزار گناه کبیره میگوید، کفر نمیگوید. انسانی که به کفر و شرک واقع میشود میگوید که مشرک است، اما احتمال است که به کفر میرود میگد. یعنی کفر اکبر از شرک اکبر جدا میکند. و دیگر این از جهمی هایی که امروز پنهان مردم فریب کرده ایستادند و از رساله ها می نویسند از نام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. از یک جانب خوارج ها رساله ها می نویسند برای تکفیر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، از یک جانب عازری ها به همون سخن ها عذر می دهند. و همچنین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که خوارج ها تکفیر میکنند، عازری ها عذر میدهند. سبب چی بود؟ سبب اساسی چی است؟ اهل توحید سبب اساسی اینها جاهل هستند، علم ندارند و اینها نمیفهمند، فهم هم ندارند. یک مسلمان لغوی گفته از سلف اینها ثابت کرده نتوانسته ایستادند. برای تهمتشون همین کفایه هست. آوردن محمد امین شنقیطی را که محمد امین شنقیطی مسلمان هایی که یعنی مسلمان های اسمی حکمی ظاهری که هستن اونها رو گفتگی هست، اما اینها آوردن به یک سخن محمد امین شنقیطی رو هم خطا فهمیدن. سخن ابن عثیمین رحمه الله رو آوردن که در تفسیر همین آیتی که در سوره نمل آیت 38 ابن عثیمین چرا تفسیرش نمیخونن اینها؟ یک بار به اینها سوال کنید که چرا ابن عثیمین تفسیرش رو نمیخونید شما؟ به خاطر که ابن عثیمین رو تفسیرش به نفس اینها ضد است. تفسیرهای سلف از این بالاتر، تفسیرهای سلف که پیش از آنه که بیاین با ما چی آیت صراحتاً آیت گفته است که پیش از آنه که به نزد من می آید، یعنی تسلیم شوید بعد بیاید.
یعنی از تسلیم شدن در آیت 31 سوره نمل چخیلی که الله سبحانه و تعالی گفت که یعنی تکبر نکرده، یعنی تسلیم شوید. و اینها بجز این ابوالغریب موسفید جهمی از عقل به عقل شده، عقل خود رو هم شاید گم کردگی است، اعوذ بالله، در این حالت، یعنی در این شب و روزی که در حالت بحث و مناظره که هستیم چیکار کردنش نمیدوند. ما به تو راه نشون میدیم. ای ابوالغریب جهمی، ای ابوالغریب جاهل احمق موسفید، تو یگانه راه توبه هست، یگانه راهی تو توبه، بجز توبه دیگر راه نداری. اینها در نزد مردم برآمده خود با آداب نشان داده، با آداب صحبت کرده چیکار میکنن؟ با مردم خود ریاکاری کرده نشان میدهند. ما را همیشه به آداب میگویم. ما به آدابی را اولا در نزد الله میدونیم که شرک اسلام گفتن از همه بدترین به آدابیه که در حدیث صحیح میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بنده مرا دشنام داد. بنده مرا دشنام داد. یعنی دشنام الله سبحانه و تعالی چی است؟ یعنی بنده گفت که الله فرزند دارد. اعوذ بالله. یعنی مشرک الله دشنام میدهد به آن شرکی که به الله میآورد. و کسی که این مشرک را مسلمان میگوید این بدترین انسان ها، بی‌ادب‌ترین انسان ها است. و آداب در نزد اینا این است که شما یک انسان بیاید و عقیده شرکی و کفری را پهن کند هم شما بهترین برادر هستید، شما برادری بهترین هستید گفته، یعنی معامله را خوب کند و مشرک برادر گفته، مشرک مسلمان گفته دعوت بکند، در حالی که در این حالت الله دشنام کرده ایستاده است. مشرک الله دشنام کرده ایستاده است. و این کسی که الله دشنام میکند، حالان که ابن تیمیه رحمه الله میگوید که هر کسی که الله رو دشنام کند کافر است و هر کسی که این رو کافر نگوید خودش هم کافر است میگوید. مرحمت اینه. سلیمان علیه السلام اومده ما رو به خاطر مشرک گفتن تکفیرمون کرد و در این تکفیرش تکفیری ناجا بود. اولا، ثانیا تهمت و بهتان به الله و به رسول که سلیمان علیه السلام بود، به پیامبر سلیمان علیه السلام تهمت زد. بارک الله فیک. خیلی که گفتیم ما پیشتر، شما اینها رو نظر کنید که اینها اهل سنت رو به خاطر که الله در آسمان است گفتن قتل کردگی هستند و امروز به خاطر مشرک گفتن ما رو چقدر تهدید ها و چقدر طعنه ها و چقدر تکفیر ها کرده ایستادن. و بازم تکرار میکنیم که یک بار نظر کنید شما با کتاب خالد مرد الغامدی تکفیر الاشاعره که چگونه علماهای اشاعره با اهل سنت برای الله در آسمان گفتنش حکم قتل برآوردگی هستند، تکفیر کردگی هستند. و از همونجا بعدا میفهمید که به خاطر چی اینها اینقدر نسبت این طالب علمای اهل سنت و الجماعه و این موحدین حتی اعوذ بالله میگوید که شما میگوید به این گفتهتون یعنی سلیمان علیه السلام رو تکفیر کردید میگد. یعنی آفتاب پرست رو آفتاب پرست گفتن این تکفیر سلیمان علیه السلام بود است، اما آفتاب پرست رو مسلمان گفتن این تهمت به سلیمان علیه السلام نبود است. فهمیده ایستید گپ در کجا است؟ الله سبحانه و تعالی حفظ کند. شیخ اهلا و سهلا.
الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ عزيز. من و گوش علیکم کننده هستم. السلام و رحمت الله حفظك الله. من گوش کننده هستم. کمی مشغول امون نوشتن من نکتی مشغولم. یکی گوش میکنم برادر. صحبت کنیم برادر عزیز. حفظكم الله. الله حفظتون کند شیخ. شیخ ابو عبدالرحمن هم جاست برادرم. یگان برادر دیگر کمی صحبت کنید حاضر من انشالله یک کمی مشغول شدم حاضر انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادرها صحبت کنید انشالله. فکر و اندیشه های خود انشالله بیان کردن گیرید برادرها. الله حفظتون کنه. استاد یک چیز همین فرصه ممکن از یک همین درس های گوش کردن یک فکر خودمون رو تدبر کردیم. بله بله بفرمایید برادر. استاد ما از درس هایی که از اولی درس رکن اولی لا اله الا الله که گوش کردیم که کفر بی طاغوت است، بزرگترین طاغوت شیطان است. همین خیلی استاد. پس بله. چی کسی که مثل شیطان از قبول کردن حق مثل راسخیان فرق ندارد، راسخ باشد دیگر کس باشد، این به شخصیت دخل ندارد. کسی که از قبول حق سرکشی میکند او گفته میشود که اولا به بزرگترین طاغوت کفر نورزیده است، حالا که دیگر طاغوت چه یک طرف است. مناط کفرش میشود همین. بارک الله فیک. یعنی که یک انسان یک بار دیگر تکرار کنید. مثال یک شخص از قبول حق مثال قرآن با دلیل های صریح و آشکار باشد همون قبول نکند، گفته می شود که مثال با بزرگترین طاغوت به شیطان کفر نورزیده است، زیرا پیروی از شیطان کرده است که شیطان خیلی که برای قبول کردن حق کبر ورزید، همین شخص مثل شیطان پیروی از شیطان کرد، حالا که می بایست کفر ورزد به طاغوت به شیطان. بله بارک الله فیک. من نو فهمیدم. بله یک انسانی که از حق خیلی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب من رساله معنی الطاغوت میگویند که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. همینجا میگویند که در همین زیر همین آیات که یعنی در دین مجبوری نیست با تحقیق، یعنی که حق از باطل جدا شد. قد تبین الرشد، الرشد الدین محمد، رشد این دین محمد صلی الله علیه و سلم است. الغی دین ابی جهل، این دین ابی جهل است. ابو جهل طاغوتی در هر یک زمان طاغوت خودش هست، در هر یک زمان طاغوت خودش هست. تکبری کردن، بله تکبری شیطان به کدام سبب چی شد؟ رانده شد. هر کسی که هر کسی که تکبری کرد از حق سرپیچی کرد به مثل شیطان است، به مثل شیطان است. بله با شیطان بلکه کفر ورزیده نه، بلکه با شیطان ایمان آورده است این گونه انسان، یعنی پیروی از شیطان دارد. اعوذ بالله. فهمیدید برادر؟ یعنی بله کفر هم ورزیدگی نیست گویم میشود. فهم استاد الله جزای خیرتان تید. خیلی یک مناط کفری راسخه همین که خیلی که شیطان من از آتش خلق کردی، انسان از خاک خلق کردی. وقتی که ابو اسما برادر اولی سخن هم
خوشرو رفته ایستاده بود، همه چی فهمو در چارچوبه شریعت. وقتی که نام شیخ شنید سر کرد. برای چی؟ این برای این وای من اوای زور بهترین گپ گفتید برادر. همین چیزش نگاه کنید که در یک جای دیگهش میگد که اینها میگد، این میگد فرزندای میگد اعوذ بالله کمونیست و چی هستن میگد. یعنی که اینها هیچ کس نیست میگد. مثل یهودی هایی که عرب ها رو میگفتند که اینها یک چوپان هیچ کس نبودن. اینها یعنی اعوذ بالله که محمد کی است گفته به همین یک لفظی مقصد می خیلی یعنی دشنام کردن یعنی عرب ها و رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونها یک چوپان بودن میگد، یک صحرایی بودن میگد. اینها از یعنی پیامبر باید از بین ما میبرامد. همین یهودی هم به خاطر چی لعنت شدن، از به غضب الله سبحانه و تعالی گرفتار شدن، به خاطر از حق رو گردونیدن، حق پنهان کردن، اهل حق کشتن و نیست و نابود کردن، انبیاء رو قتل کردن. همه همین صفات ها در امینو دیده شده است. قتلتون میکنیم، میکشیم، پیستولت یا شفقتی میپرونیم. بله استاد، من هم همین رو در نظر داشتم. همین صحبت های آخرش گوش کردم که همین قوم خودش یا همون تیز پرکوی از صحابه ها بالا گرفت، لیکن شیخ و دیگر مردم ما گفت که این فرزندان کمونیستون نباید از اینو یگان طالب علم یگان شیخ برای دو، گویا که اونها چخیلی که یهودی ها خودشون قومی برگزیده میگفتن، همین راسخان قوم خودش برگزیده حساب میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ ابو حلمه خوب هستین؟ الحمدلله برادر. شیخ سوال من به همین سوالی برادر مانند همین کسایی که ایروی نادانی ایروی بیسوادی و گویم که ایروی بغض و کینه نسبت شیخ داشتن راسخ قبول کردن، آیا اونها هم توبه نکرده میرن، اونها هم ابدالابد جهنمی هستن؟ یعنی که شیخ آخر الله المستعان نگاه کنید، شیخ خاصتا من از شیخ فقط درباره دین صحبت کردگیشون شنیده هستم خلاص. اگر همین خیلی گیریم ده شیخ همیشه مردم به توحید دعوت میکنن. یگان مرتبه مردم نعوذ بالله شما مشرک شوید یا یگان انسان رفته خونش تلون تروج کرده مول و ملکش گرفته حق و خوش پایمال کردگی نیست. شیخ فقط دعوت به سوی توحید کردگی است، تمام. به همین خاطر مردمی که شیخ گنده میبینن، من خاصتا میگم که آوازی هم منده نیست یا همده نیست آواز؟ آغوز همون به نیست، به فکرم هم نیست آغوز. شیخ صداشون گم شد. بارک الله فیک برادرو، الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند. بله چخیلی که گفتیم که در شیخ ما فقط دعوت به سوی توحید کردن شده دیگه هستیم، تمام. همینجا اگر بروید یک نفر بگوید که نه ما رو این خیلی اون خیلی کرد گفت، ما نمیابیم همیخه انسانه نمیبینیم. انا اکنون سوال به میان میآید که پس از این میبروید که اینها بغض و کینه و عداوتشون نسبت شخصیت نیست، نسبت توحید است، نسبت منهج است. فهمیده ایستاده؟ نسبت منهج و اون مسئله توجیک و توجیکو در
زیر کمونیستا و این اون بودن، در اینجا اینها اشکارو عقیده صحیح این کار کردن نمیتونند، لیکن اون چیزها رو سبب میکنن میورند که تا اینکه مردم فکر کنند که مسئله شخصی هست. مسئله شخصی نیست، مسئله منهجی، مسئله اعتقادی و عقیدوی است که مردم میخواهند به همین واسطه ها چیکار کنن، یعنی بیایند اینجا شیخ پیشی دعوت شیخ بگیرند و پیشی دعوتشون مثلا دعوت اینقدر حلقه های کشیدگی است، اینها رو یعنی برای بیکار کردن حرکت کرده ایستادن، لیکن نمیتونند. اما ما مقصد اینا برای چی بیان کردیم؟ که برای که فهمیدیم که دعوت شیخ فقط به خاطر یعنی فقط در چی بود؟ در مسئله عقیده توحید، در مسئله دین بود، در یگان مسئله دنیوی و یگان نعوذ بالله خودخواهی و یگان منصب و دیگر چیز نه. اما ما فهمیدیم که دعوت شیخ به سوی توحید بود. کسانی که ضدیت میکنن به شخصیت شیخ نبود، به عقیده صحیح ضدیت میکردن و اونها فقط انمون ضدیت خود پنهان میکردن و این معروف راسخ برای اونها یک اسکره شد که اونها یک بار خود اشکار کردن. خیلی که منافقینه که مقصد منافق بودند و فقط خود اشکار نکرده بودند در مسئله چی؟ در مسئله انمون استهزاء، یعنی ظاهرا مسلمان بودند. منافقی که مقصد ظاهرش اسلام است ما با ظاهرش قبول میکنیم، لیکن مرضی که در قلب اونها بود همون روز برآوردن، اشکار کردن و استهزاء، یعنی که استهزاء رو اشکار کردن. به این سبب چی شدن؟ به این سبب کافر شدن. اکنون ما کسانی که با معروف راسخ هستند اگر واقعا جاهل باشند و همین چیزها رو نفهمیده ایستاده باشند، ما اول حجت میرسونیم، بعدا اینها رو تکفیر میکنیم. اما اگر دیده و دانسته اینها آشکار و واضح دیده ایستادن که مشرک مسلمان، افتاد پرست مسلمان گفته ایستادن، بازم رفته قط اینها بپیوندند و بله شما حق میگویید، یعنی اومده بر ما ضدیت میکنند، اینها یک مشرکین هستند. بله اینها به شک و شبهه مشرک هستند. در همین حالش که مرد ابدالابد در جهنم است. یعنی به شرک و کفر ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی شرک مغفرت نمیکنم گفت. به همین خاطر کسانی که با اینها هستند اینها مرتدین هستند. این یک کانال مدرسه موحدین نیست و مدرسه مرتدین است. مدرسه مرتدین که عقیده جهمه، عقیده صادقین گفتن. اونها دعوای طالب علمی میکنن، دعوای خود یعنی با یک عثمان هفته میبردارن. اعوذ بالله. فهمیدید برادر؟ بله شیخ فهمو شد، لیکن به درجه رسیدن که دیگه دلیلای شیخ قبول کردن نکردنشون که گوش نکردنشون که اوس است، گفتن ای شیخ سخن گوش کردن حرامه، درسای شیخ گوش کردن حرامه. گفتن چی میشه در این حالت؟ همون کسایی که هم گپ میگن آخر همین منافقین هم مثلا در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده خیلی که می آیند و این یکتاش مثلا ابو محمد سعید افغانی شیخ الاسلام میگفت. شیخ الاسلام میگفت آخر یا نه یا من عذر همینجا خطا فهمیدم، همینجا من عذر با گشته مونیم امورا. بله همین در همون صحبت من افیر دا بدم لایف دا بدم هم شیخ. بله این میگد که شیخ با امروز اومده میگد که من نگفتم میگد. اکن اینها چی مثلا گوش کردن یک علامه خراسان مثلا حرام میگن نمیگن؟ اینها خود الکه یک مرتدین و مشرکین هستند. اینها بجز سخن علامه خراسان گوش نکردن چی بگویند دیگر؟ اینها بگویند که روید توحید گوش کنین، گویند نه آخی مشرکین باید همین گپ بگویند که از توحید دور شوید، توحید گوش نکنید. گویند از مشرکین شما امید نکنید که مشرکین
بگویند به شما که بروید. یگان مشرک دیدید که مشرک بگوید که برو توحید گوش کن. اگر چقدر اگر یگان مشرکی به انصافش نباشد و شاید یگان چی میگد یگان دشمن خود شاید برای غلطانیدن با واسطه یگان موحد اگر با یگان موحد فتوا نتی اگر دیگر ما ندیدیم یگان مشرکی که رو یک موحد گوش بکن توحیدش گفته باشد. به همین خاطر اینها باید همین گپ بگویند برادر. اینها باید بگویند، نگویند نه، باید بگویند. برای چی؟ برای که اینها مشرکین هستند. اینها باید از توحید مردم همین خیلی باز بدارند. وگرنه مشرکی اینها در معنیش چی است؟ معنی مشرکین اینها چی می شود؟ اون موحدین است که مردم رو به سوی دعوت توحید مقصد راهنمایی میکند و میگوید که بیایید توحید گوش کنید و نجات یابید. نصرت دادن توحید برای موحدین است. البته این مشرکین انا میخیل بعضی مشرکین های هستند که از عالم دیگر نمیدونن چیکار کنن، انا میخیل گپا رو میگوین. الله حفظ همون چی بود کو همین خلاصه کردم دعوت فراموشی از دعوتی دست خلاقت شیخ برو وارد بودن. همونجا گفتیم کو که همون قدم به قدم با منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت شیخ و دعوت دیگر طالب علم و اهل سنت بودگی شمین که همچه خیلی که مشرکین در بازارها گشته آخر وقتی که زور آمد گوش نکنید این مثال بین شما جدایی می اندازد، پدر از فرزند و دیگر جدا میکند گوش کردن به دیگه اجازت نمیدادن، میگشت عقفاشون. انکوی همین مشرکای زمان ما هم از قفای طالب علم و اهل سنت و از قفای شیخ همه فکر میگردن که و گوش نکنید تون گمراه میکند، عقیده خراب دارد. عیناً همین گپ همین حالت هست. عیناً 100% همین حالت ما میبینیم. بله آخه این منهج که دعوت که شد همین قدم به قدم همون زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. امروز هم دعوتکار هست، اصحاب بودند، امروز هم اصحاب مثل شیخ هست پیروشون یا پیروی میکردگی از عقیده اهل سنت و جماعت، از عقیده پیامبر و صحابه و تابعین و تبع تابعین. همین زمان به همین مشرکینی که همون زمان بود همین خیلی مشرکین همین زمان ما هم هست. چه خیلی که از شیخ ابو علی گفتم اگر پایدون نشود یگان مشرکی که کمتر عدل و انصاف داشته باشد این مثل ابو طالب بودگی مشرکای هم همین زمان ما پیدا شدنش ممکن. این یگان جای وینه فقط یقین اهل سنت برادرای موحد زیاد شده می استد که در حقیقت ما در راه صراط المستقیم هستیم. تا همون چیه دعوت شیخ همین چیز ما همین دعوت شیخ که همین راه به راهنمای کریستوس است. این چیز به خرسند شدن در کار، فقط صبر میکنیم. تمام. بارک الله فیک. مشرکین مکه هم میگفتند به هم دیگر که به پیش محمد نروید، اعوذ بالله که شما را گمراه میکند. میگفت به پیش، یعنی اگر شما در سوره والله علم در سوره فرقان بود خطا نکنم میگه اگر شما با همون عقیده خود یعنی با عقیده شرکی خود اگر صبر نکنید یعنی پیامبر شما رو گمراه میکند. میگه برای همون اونها یکدیگر رو به استقامت دعوت میکنند. مشرکین هم یکدیگر رو به استقامت دعوت میکنند و هر کسی که این سخنها رو میگوید که گوش نکنید شما رو گمراه میکند. من یک سخن علمای سلف با شما میگویم که علمای سلف زمان امام احمد چی میگفتند؟ کسی که امام احمد اگر خوب میگفت اون رو از اهل سنت میگفتند. امام احمد رو اگر یگون سخنی بد میگفت یا اهل بدعت است میگفتند یا یگون زندیقش میگفتند. فهمیدید برادر؟ برای همون
ما مقصد مختصر معرفی کردیم که این شیخ و دعوت دیگر طالب علم همش به سوی توحید است، به سوی دیگر چیزی نیست، فقط به سوی توحید است. و هر کسی ضدیت میکند ما الحمدلله که خوری و ذلیلی شدیده استودیم. البته برای چی؟ برای که اون به شخصیت ما نیست و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم ضدیت کرده استوده است. برای همون الله سبحانه و تعالی این نامردهای کذابینه که امروز اومده همیشه برادرهای اهل توحید یعنی هر گونه سخنها قطعی آزار میدهند، الله سبحانه و تعالی اینها را البته خور میکند. اینها خود علکه خور به یکمین خوری اینها همین است که به شرک گرفتار شدند. از این دیده خوری بلندتر نیست. یعنی بعد از شرک و کفر دیگر اون طرف حدی که اون طرف است دیگر اون طرفش نیست. یعنی که از شرک و کفر دیده دیگر گناهی بلندتر نیست. بارک الله فیک. شیخ ابو عبدالرحمن امیجا باشید. شیخ الله حفظتون کنه صحبت کنید. قدی برادران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ هم همینجا هستند. سلام و رحمت الله و برکاته. الله حفظتون کنه. شیخ ابو محمد مدنی هم همینجا هستند. شیخ ابو علمه گفتن من کمی مشغول هستم گوش کرده ایستادم به این خاطر دیگر چی نکردیم. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. شیخ همین گپامو دوامش به همین چی بود که گوش نکن این با درجه بالاترش بود. این آخران مرحله به مشرکین رفته رسیدن. صفت پستی مسلمانی نه الکی، صفت پستی انسانی که طعنه زدن با اهل توحید. پدرش فلان است، مادرش فلان است، از اولاد فلانی ها هست. تمام دیگر این مرحله نموند. انشاءالله نصرت الله هم نزدیک می شود. شیخ ابو علمه هستن همینجا. صحبت که کم تر دیگر. بارک الله فیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ای خوش مسوزین خوبین، مخصوص شیخ ابو محمد المدنی حفظه الله. الحمدلله خوبه. شیخ سوال داشتیم اجازت است؟ بفرمایید. شیخ معلوماتی که ما داریم مسئله همین عادت ماهیانه حدی اقلش 3 روز حدی اکثرش 10 روز شیخ. بعد 10 روز مریضی استحاضه میگن هر نماز وضو گرفته نماز خوندن گرانه شیخ. بارک الله فیکم. من این سوالتون جواب نمیدم و اما می توانم که به شما درسی همین مسئله درس روان کنم تا اینکه از شیخ درشون گوش بکنید. میشه کرامت. بارک الله فیکم. به من یگان نقطه روان کنید من درس روان میکنم. جزاکم الله خیرم. برادر نقطه به ما روان کردید و شیخ ابو عبدالرحمن روان کنید. خطا کردید. مسلم اخوال مسلم. شکر نمیکند برادر کن وظیفه دار شما باستین که کوفته افته روان کرد. شیخ ابو عمر الفارسی حفظك الله اهلا وسهلا. ما و پارتو بخیر. دیگر اگه مجبورید که کوفت کنه پیدا بکنه بگذارید. الله سبحانه و تعالی حفظتون کرد. سخنی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آوازتون خوب نیست برادر عبدالله. یک سوال در مورد سوره توبه آیه 5 بود. همینجا پاسخ نگرفتیم. همه یک شهر میداده برای که ما ای آیه بلندتر صحبت کنید که آواز شما رو نشنیده شده.
بله شیخ در مورد سوره توبه آیه 5 مثلا ما این موضوع آیه فهمیدیم که برداشت ما هم قشت که کفار مال و جانشون برای انسان مؤمن حلال است. همه آیه شرح میداده طبق حدیث های رسول الله یا که در کدام مورد. بارک الله فیکم. من علمم نمیرسد برای شهر دادن. حیاک الله. بارک الله فیکم. سخن ابوالغریب به شیخ ابو حلیمه گوش کردید یا نه؟ بله گوش کردیم استاد. یعنی گوش کردید که او به خاطر آفتاب پرست ها شده؟ بارک الله فیکم. به خاطر آفتاب پرست ها شده همه مسلمان های روی دنیا رو کافر میگوید. والله اعلم به فکرم اونجاش نبود یا بود نفهمیدیم. بله استاد عزیز در اینجا یک مقاله پرستن که میخونیم تنبیه. امروز همه طاغوت ها کفار مشرکین و منافقین دین جدید را دارند میسازند و نام دین نوساخته آنها این دین ابراهیمی می باشد که معنایش این است که یهود، نصارا و مسلمان ها همه پیروان دین ابراهیم هستند ولی راههایشان مختلف است و نباید همدیگر را تکفیر نمایند. والعیاذ بالله. و اولین قدم برای تطبیق این خواسته های شیطانیشان این مسلمان لغوی نامیدن یهود و نصارا است. نامیدن یهود و نصارا است، زیرا با همین راه براءت و تکفیر نابود می گردد و موالات به کفار به وجود می آید و کمترین درجه مسلمان لغوی نامیدن کفار را و مشرکین این منتشر کردن شک در تکفیر یهود و نصارا و مرتدین می باشد که این فساد عظیم است و کفر صریح است و عاقبت بدی برای امت دارد. بارک الله فیکم. چقدر زیبا شیخ عزیز، استاد عزیز، الله سبحانه و تعالی استون کرد کوتاه و زیبا و دقیق منهج اینها رو برای ما بیان کردید. الله سبحانه و تعالی علمتون باز زیاد بکند، عمرتون دراز بکند و گناهاتون عفو بکند، پدر و مادرتون حفظ بکند و گناهاشون عفو بکند که چنین فرزندی غمخوار بر مسلمان ها تربیت کردن. اللهم آمین. آمین آمین یا رب. باز میخونیم، یعنی در جمله کوتاه‌ترین بیان کرد که امروز همه طاغوت ها کفار و مشرکین و منافقین دین جدیدی را دارند میسازند و نام دین نوساخته آنها این دین ابراهیمی می باشد. دین جدیدشان دین ابراهیم می باشد. مثل شیطان ما رو فریب کرده استودن. یعنی ما در ملت ابراهیم میگویم و جدیدشان یعنی به نام ابراهیمی می باشد که معنایش این است که یهود، نصارا و مسلمان ها همه پیروان دین ابراهیم هستند ولی راههایشان مختلف است و نباید همدیگر را تکفیر نمایند. والعیاذ بالله. و اولین قدم برای تطبیق این خواسته های شیطانیشان این مسلمان لغوی نامیدن یهود و نصارا است، زیرا با همین راه براءت و تکفیر نابود می گردد و موالات به کفار به وجود می آید و کمترین درجه مسلمان لغوی نامیدن کفار و مشرکین را
و مشرکین این منتشر کردن شک در تکفیر یهود و نصارا و مرتدین می باشد که این فساد عظیم است و کفر صریح است و عاقبت بد برای امت دارد. الله اکبر. فهمیده استاد است؟ گفتنی دارم اجازت میدهید؟ بفرمایید برادر. برادر همین بعدی که مقاله استاد نویسن الحمدلله استاد زکی داریم. حاضر یک فکر در سرم اومد که اینها نصرت دهنده همون یهود و نصرت دهنده طاغوت هستند. در همون سیاست همونها این راسخی ها بازی کرده ایستادن. این به یکدیگرش درست آمدگیش نگاه کنید که همون حادثه که در مسکو گذشت اونها ادعا کردند که فلان بهمدان گفته همون چیز امریکا پیشتر خبر داده بود. اکنون نگاه میکنیم که این دین ابراهیمی نو بنیاد کردگی یهودی ها اینا هم نصرت دهندگان همون یهود هستند. الله اکبر. الله چهره شون روز به روز آشکار کرده ایستاده است. بله این مذهبی یعنی اعتقاد جهمیگیشون رو پنهان کردند و ما رو موحدین رو و مسلمان ها رو خیلی فریب دادند با کلام های یعنی عمومی و ما در کلام های عمومیشون که مسلمان حسن زن داشته باشد برای یک مسلمان ما حسن زن کردیم یعنی گمان نیک کردیم و عاقبت الامر که این نفاق آدم رو میخورد بیرون برآوردند دیگر نتوانستند که پنهان میکنند. این یک رحمت و مهربانی الله سبحانه و تعالی است به من شما که اینها رو الله سبحانه و تعالی با زبانی کثیفشون برای ما شناس کرد. در تکفیر چی وجود دارد برادرها؟ براءت بیزاری وجود دارد، درست؟ و فرق گذاشتن بین مسلمان و کافر دارد. در مسلمان گفتن برای خود موالات دارد، دوستی دارد و مسلمان اهل جنت است و کافر اهل دوزخ است. فرق است بین هم دیگر. مسلمان به کسی گفته می شود که در راه قرآن و سنت است. کافر به کسی گفته می شود که در راه شیطان است. اگر کافر رو مسلمان بگویی گفته ایستاده که او در راه الله و رسولش گذاشتگی است. الله اکبر. چی بد است آنهایی که افترا میبندند به دین الله. ها کافران است که این کار را میکنند. الله اکبر. شما فکر نکنید که ما از روز اول اینها رو نفهمیده بودیم. والله ما از روز اول استادمون چندین بارها گفتن که ما طالب علم ها شاگردای شیخ ما این رو فهمیده بودیم که اینها چی گفته ایستاده است، اما که کلامشون پرپیچیده بود شاید برادرها کمی صرفم نرفته ایستاده بودن. اما من از همان برادرها دعوا میکنم و گله‌مند هستم که به خاطر اینها آمدن با ما کشمکش کردند از سبب کلامشون یعنی پرپیچیده بودن. و اما امروز چرا این برادرها خاموشی را اختیار کرده هستند که کلامشون واضح شد 100% گفته ایستادند که یهود و نصارا رو مسلمان گفته می شود و 100% گفته ایستادند که آفتاب پرست رو مسلمان گفته می شود. چرا امروز از این منبر آمده براءتشون رو اعلان نکرده ایستادند و در نزد الله شرم نمی دارد؟ وقتی که با اهل توحید کشمکش کرده
گفتگو کردید در این مسئله، گویا برای خود عذر نبیارید که ما امنیت نداریم و تکفیرمون رو آشکار کرده نمیتونیم، زیرا که این عذرتون قبول نیست. توانستید با اهل حق بر اومده کشمکش کردن، پست و بلند رفتن. اگر توبه نکنید، اگر این رو تکفیر نکنید، بعد این کلام هایی که امروز آشکار و روشن یهود و نصارا را مسلمان، آفتاب پرست ها رو مسلمان گفتید، خودتون به کفر واقع میشید و خودتون کافر هستید. اینها طاغوت جدید هستند، اینها طاغوت هستند. هر کسی که اینها رو تکفیر نکنه خودش کافر میشه. سلف گفتن جهمی ها کافر هستند. هر کسی که جهمی ها رو در حالت شناختن و فهمیدن تکفیرشون نکردند خودشون کافر است. جهمی ها چی میگفت؟ الله سبحانه و تعالی در بالای عرش نیست میگفت. جهمی ها میگفتند که کسی که معرفت قلب دارد و الله رو بشناسد مسلمان است. الله اکبر. و این است گمراهی اینها. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب ابراهیم خوبی سوگی همه برادرها همه کسا خوبی انشاءالله. جزاک الله خیرا. شما چطور دارید؟ خوب هستید؟ الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه. بفرمایید اکا. سخنی گفتگی امروزت که از گفتی که ما میدونستیم در یک سخن شاهد بدم خودم که همی محمد سعید بود که بود همی نو کارot که زبسوش پرتوفتن شیخ نگفتم میگه در همون وقت یک وقت در ایمو قطی بدیم شو دیر بود در برای عبدالظاهر دوی کمتر گپ زدی که مقصد عقیدهش نامعلومه، کمتر هم خیلی گپ زدی که همون جا همون انسان اما دیدم که گفت که در پیش همی شخصی که زیدی همون انسان گپ میزنه مثل کوه ایستاده میشیم. گفت در یاد داشته باشین من خودم شاهد بدم همونجا مثل کوه گفت ایستاده میشیم، نه که همون زمان تا حاضر عقیده همون معلوم نبود در مسئله عضو بالجهل در بسیار مسئله، نه که کوه ایستاده شد این نهاز نشون دادن کی یعنی یا درویگی منافقی شو. بله باور کنید برادرهای افغانی هستند که با ما در تماس هستند، بهترین برادرها هستند و بدانید که در تاجیکستان هم قوم پرست ها هست، در افغانستان هم، شاید در ایران هم، و اما موحدین در همه جا موحدین هستند. کسانی که قرآن و سنت شنیدن، سمعنا و اطعنا گفتن، شنیدن و اطاعت میکنن. الحمدلله خوشا به حال این موحدینی که در سرزمین تاجیکستان هستند، در افغانستان هستند، در ایران هستند و ما نه به گمراه شدگانی که در تاجیکستان زندگی میکنند و یا که در افغانستان یا که در ایران زندگی میکنند به اینها خرسند هستیم. جگرهایمان میسوزد و اینها کافر هستند اما از اولاد ما هستند، از اولاد ما هستند. فهمیدید؟ شاید پدر مادر یک است، شاید یعنی بابا از بابا و آچه یکدیگر هست که اینها این راه کفری شرکی را پیشه کردند. شیطان برای اینها زینت داد کفر شرکشان را. یک دو چیز دیگر را بگم اجازهتون بدید. بفرمایید. اخی امروز کمتر شدیم خطیب برادر در این برای شیخ در بحث ها بسیار چیزا پروپسکات کارگی را گوش می‌کنیم ان شاء الله گوش کردیم. شامی برای که اگه представить که با این خدمت ما گپ زدیم که ما مثال یک شخصی که علم نداریم آموخته هستیم ان شاء الله
چقدر بازی میدارونن، چقدر احمق میکنن که خیلی آدمی که نه بفهمه یا که ندونه در دام یا بغل تا میروه و حیله بازی و شیطان به دلیل. شکرانه کنیم گفتیم بین خود گفتیم که ما اینقدر آمد جدا شدیم برمدیم باید را بای نتیم. خیلی یکم چیه که شکرانه در حق شیخ هم دعا گوییم انشاءالله. دیم مسئله این انسانایی که در این راه رفتن اینقدر بنام موحدایی که بدن خچو با منافقان ما بین فکر شخصی ما که اینا تاکتیکش رو دیگه میکنن با جان شیخ ضرر رسونن. اما باوری دارم که در همین کار میرون برای که در او ویخت نمونده. علم میداشتن اگر تا این وقت می اومدن، یا علم ندارن. اینا اوزی خوندی که دین نو ساختن یهودیا یا امو در دین ساخته یا یک جویان تاکتیکا مثل همون دوره مکی که گفت شیخ ایرانی، هم دوره مکی و همون چیزا رو استفاده میبرن با حیله و با نغمه و برای همون وقت ما بین خود ما گفتیم که شیخ ما بگیم که همین چیزا سخت احتیاط کنن که باوری کردن هازی شخصایی که در همین راه مقصد چی خیلی بگم وای طرف رفتن توبه میکنن میان انشاءالله کدمش که بیا نکی احتیاط همچون چی برادر با خبر کنه که با نزدیک شدن با دیگه کارو دست میزنند. این فکر شخصی ما برای که دیگه ویخت ندارن او همین بود گفتنیم. الله سبحانه و تعالی استاد عظیم را حفظ بکرد و کسانی که این گونه بارک الله فیکم البته تهدید ها میکنند این گونه یعنی مقصد ها رو دارن الله سبحانه و تعالی مکر و حیله و نیرنگشون رو به بالاشون باز بگردن. الله جزایشون رو انشالله میدهد و حساب در پیش است. حساب در پیش است. اما درست قید کردید که از اینها همه چیز رو انتظار شدند و فکر نکنید که فقط به بالای شیخ شد به بالای دیگر مسلمان ها هم بکنند. اینها گفته ایستادند که ابو محمد مدنی کافر هست، شاگرداش کافر هست، زنهاشون طلاق است والعیاذ بالله. ابو حلیمه را میگه این ابوالغریب کثیف پیدا کردن با ابچوشک میپرانند. تهدیدهاشون وجود دارد و ما چندین ساله ها میگویم برادر عزیزم که خودتون شاهد هستید که این مدخلی ها، این مرجعه ها، این جهمیه ها قاتل مسلمان ها هستند. اینا تشنه هستند به خون من شما و امروز فهمیدید برادرها که چگونه اینا تشنه هستند و آشکارا امروز گفته استادند و این همین ها خوارج های کلاب النار هستند. پیامبر چی میگن وصف آنها را؟ یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل اسلام رو میکشند و اهل اوثان رو میخوانند. مگر اینها نگفته استودند که آفتاب پرست مسلمان است، یهود نصارا مسلمان است، مشرکین مسلمان است و به خاطر اینها ما رو تکفیر کرده، خونمون رو مالمون رو حلال دانسته و زنهایمون رو طلاق دانسته استودند. مگر وصف اینها نیست؟ از یک جهت مشرک شده، از دیگر جهت خوارج قاتل مسلمان کش. این دو گروه از پیدایشش خوارج و مرجع و خبیث ها فقط اهل سنت کشتن. زیرا که اهل سنت و الجماعت رو خوارج ها مرتد میداند میکشد، با مرتد ها عهد بسته نمی شود و مرجع ها رو کافر اصلی میداند، با آنها عهد بسته می شود و مرجع های کثیف خبیث های جهمی ها مسلمان ها رو چی میداند؟ خوارج ما رو خوارج کلاب النار گفته کشتن حلال میدن. فقط قتلشون بالای کی تخت و دازشون بالای کی بالای اهل سنت و الجماعت است. بالای اهل سنت و الجماعت است. ترک کردن همه رو. یگان مسئله رو در اساس قرآن و سنت بیان کردن نیست. سخن یک علامه رو گوش نکرده که چی گفته استاد است، در اساس کدام صحبت در کدام مسئله صحبت کرده است نفهمیده برآمده تکفیر و غیره. امروز شیخ همه چیش رو گوش کردم ضبطش خودت بده
شیخ ابو حنیمه و شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله дар бораи росиха монда запсоша каротки амура усаймина гап задагие ку бовар ки хандат мегира ин одам куфр ба тоғута ягон масъаларо ба фикрам ки намедуна ҳамин хел ай шайх фаҳмидагия ягон ҷо фаҳмидагия тамом вообще намедунистааст. شیخ ابو عمر حفظه الله الفارسی بخشی زیاد من شما را صحبت کنید گفته فکر کردم که آواز شما کشودگی است. شما در کجا هستید؟ بخشی زیاد دست بردارید که ها شو یافتم پیدا کردم. بخشیش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا بفرمایید. کنی نکشودم چی بود؟ صحبت کردید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيوخ خوبستین ان شاء الله برادرها. خوبه. اهلا و سهلا. بخشی زیاد ده. من فکر کردم میکروفون شما کشوده است. خیرا ان شاء الله برادر باور که گفتم هم تونات شما با حضور صحبت کنه. اخی ابو عبدالرحمن من میخواستم که همین سوره نمل رو این آیات 33 رو دلیل گرفتم خیلی بود. نکی مقصد سلیمان میگن که پیش از این که بیاید. بله اوضاع من خیلی اگر بتونی برادر همین رو بخون تا آیات 44 رو بخونه میره و آیات چی آیات 44 من بخونم یعنی شما تفسیر میکنید درست یا که خودتون بخونید؟ نه شما خونه بارک الله آیات 44 خونه. من بعضی تفسیرها را میخواستم در این مسئله بیان کنم. آیات 44 را بخونم؟ بله و این جاهل و امثال اینها جهالتشون رو باید بدونن که فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. اینها با بعضی کتاب ایمان دارن و بعضیش نه. بله بخون. حاضر یه دقیقه استاد من کشم که سوره نمل آیت 44. بله نمل یعنی مرچه 44 این آیت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. خودی این زن چی میگوید؟ احمد دودی برادر آیت 33 سلیمان چی گفت و در آیت 44 چی گپ شد و تفسیرها این رو نظر کنیم. تفسیرها این رو مثلا ابن ابی حاتم همین آیت رو چی میگه؟ فاسلمت و حسن اسلامها فاسلمت و حسن اسلامها. یعنی این در اینجا اقرار کرد که وقتی که داخل شد اینجا مثلا تفسیر اگر نظر کنه همون خانه ای که همون قصری که سلیمان تیار کرده بود مانند آب خیلی بدم خیلی وقتی یعنی چی بالا برداشت همون پوچه‌اش بگیم بالا برداشت که تر نشوند. وقتی که دید اینجا تفسیر رو اگر نظر کنیم میگویند همین زن دید که چونان ملک سلیمان رو وای فکر میکرد که مانند ملکی نیست دیگه ملک یعنی پوچوگی مانند پوچوگی بلقیس دیگه نیست. وقتی که دید پوچوگی سلیمان رو ملک سلیمان رو در یعنی در بگیم در دهشت در همه چیز غلطید و همچنان دید سلیمان خیلی اکرامش کرد. چی گفت؟ ای الله گفت من تسلیم شدم. من اول گفت من ظلم کردم برای نفس خود یعنی برای عبادت شمس و تسلیم شدم به همراهی سلیمان. ابن ابی حاتم چی میگوید؟ فاسلمت پس تسلیم شد در همین جا و اسلامش رو زیبا کرد. این تفسیر ابن ابی حاتم. مثلا تفسیر ابن جریر طبری
و تفسیر ابن جریج و اسلمت فحسن اسلامها، همین گپ رو میگوید. فاسلمت و حسن اسلامها. تفسیر ابن عثیمین مثلا ما برای چی ابن عثیمین رو میگوییم؟ برای این میگوید که ابن عثیمین قتیما است. ابن عثیمین قتیما است. ابن عثیمین فانها اسلمت اسلاما کاملا، پس تسلیم شد اسلام کامل، حيث اقرت بألوهیت الله فی قولها، یعنی در همین جا میگه اقرار کرد به الوهیت الله، یعنی دید بزرگی الله رو. این تفسیر. مثلا تفسیر دیگه، تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر در جای در کوروش هم میگیرن، در بعضی جا نمیگیرن. تفسیر ابن کثیر همین گپ رو میگیرد. فاسلمت و حسن اسلامها و حسن اسلامها. همین تفسیرها را بارک الله فیکم نظر کنین در همین مسئله. آیت 33 چی گفت و در آیت 44 چی گپ شد؟ در آیت 44 چی گپ شد؟ و این زن خودش اقرار کرد که من نو تسلیم شدم. خیلی که ابن عثیمین چی اقرار کرد به الوهیت الله، یعنی الله باید عبادت کرده شود. سلف نظر کن چگونه سلف خیلی تفسیرش کرد. ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، من اگر سه تفسیر رو نظر کردم، همه تفسیر رو نظر کنید. من والله که مثلا نمی سه چهار تفسیری که نظر کردم همین رو نگاه کنم سه گفتگی باقی تفسیرها رو با نظر کردن در کار نیکی دو سه تفسیری که من نظر کردم همه همینو چی میگن؟ علمی سلف از سلف پایون تسلیم شد. فاسلمت و حسن اسلامها، تسلیم شد و اسلامش رو کاملا بیان کرد. بارک الله فیکم. شیخ ابو عبدالرحمن عضو هستند؟ و بهترین از صحبت بکرد شیخ ابو عمر الفارسی حفظک الله. صحبت شما صحبت کنید، من میخواستم این رو بیان کنم برای این جوهلا که این جوهلا خیلی که در بالا گفتیم به بعضی آیات ها ایمان دارن و به بعضیش نه، و بعضی جاهای در کاری آیات رو میگیرن و بعضی جاهایی که باقی آیات رو تفسیر میکنند این رو ترک میکنند. آیا بهترین تفسیر همون تفسیر نیست که تفسیر قرآن بالقرآن؟ تفسیر قرآن بالقرآن یعنی قرآن رو با قرآن تفسیر کردن، بعد از این قرآن رو یعنی با حدیث، قرآن رو با حدیث تفسیر میکنی، قرآن رو با حدیث تفسیر کردن، بعد از این قرآن رو تفسیر کردن. صحابه سلف چگونه تفسیر کرد؟ آیا اینها فراموش کردن که رسول الله چی گفت؟ من شهید ان لا اله الا الله. برای اگرچه مثلا اگرچه رسول الله در زمان خودش گفت نه که این شهادت برای هر یک انسان بود، یعنی پیش از پیامبرها با دعوت میکردن با سوی همین. الله سبحانه و تعالی خیلی فرمود ما نفرستادیم، یعنی یا اینکه ما فرستادیم برای هر یک قوم پیامبر رو. برای چی؟ تو اینکه الله عبادت بکنن، از طاغوت دست بکشن. ایزن هر یک دعوتی پیامبر به سوی چی بده؟ به سوی لا اله الا الله. و یک انسان حالی سخن رو نگفته تو میتونی مسلمانش بگوی؟ برای همین بارها میگیم این انسان ها جوهال هستند. این انسان ها بعضی آیاتی که جایش که اگرچه دلالت نمیکند اما برای بعضی انسان ها به علم همون خیلی در نظر دارد. نه، آیات 44 الحمدلله که واضح روشن بیان میکند که آمد دید ملک سلیمان را چی گفت؟ تسلیم شدم به همراهی یعنی سلیمان. ابن عثیمین چی میگه؟ اقرار کرد به الوهیت الله. الوهیت الله ده اقرار کرد. توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. توحید ربوبیت معلوم هست این خلق الله هست. الوهیت این عبادت است. اقرار کرد. ابن عثیمین میگوید کاملا اقرار کرد که الله مستحق عبادت است. تو این رو چی عبادت میکردن؟ شمس رو، آفتاب رو. و گفت که من ظلم کردم، یعنی با چی؟ با عبادتی یعنی در عبادت میکردن آفتاب رو. تسلیم شدم به همراهی سلیمان، یعنی سلیمان دعوتش کرد تسلیم شد. بارک الله فیکم. برادرها اهل توحید خیلی که بیان کردیم و خیلی که شیخ ها میگویند الله حفظشون کند، یعنی نظر کردن در کار و سخن از کیست؟ یعنی کی سخن رو میگوید؟ اهل بدعت میاره آیات رو هم میخیل برای مذهب باطل خود رو قوی کردن، بقوت کردن
یک سخنی که یعنی متشابه هست. الله سبحانه و تعالی گفت در قرآن آیات های متشابه و محکم هست. متشابه رو آیاتش رو نمیفهمند مگر اندک اهل علم، یعنی اهل علم کم معنای اینها رو میفهمند، اما الحمدلله بیان کردن اهل علم. برای وقتی آیات 33 رو نگاه میکنی با گفت اینها گویا سلیمان مسلمانشون گفت اعوذ بالله، در حالی که همونجا معلوم هست که پیش از اینه که بیان اسلام بیارن. در این آیات 44 روشن شد که آمد تسلیم شد، قدرت رو دید، ملک سلیمان رو دید، گفت من تسلیم شدم. بارک الله فیکم. بله اخی عبدالرحمن، مختصر من میخواستم بیان کنم و شما انشاءالله با باقی شیخ صحبت صحبت بکن شیخ ابو عمر. از دیگر جمله هم بیان بکنید تا که برادرها بفهمن. الله استون. بله خیلی که شیخ ابو محمد حفظه الله و رعاه و باقی شیخ ها بیان کردن بوار که این غمخوری اینها هست برای مسلمان ها، برای موحدین، برای تمام مردم. چگونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود که ای محمد ما تو را رحمت برای مردم فرستادیم. هر یک مسلمان، هر یک موحد، هر یک مسلمان این برای دیگه کسا رحمدیل است، رحم میکنه. میبیند که مانند این نوروسیخ و مانند این ابوالغریب یا غریب، اینها هر دوشم یک هستند، یعنی دو شخص هستند، نماشو تقریبا یک هستند. این کسانی هستند علما، یعنی بنام علما، بنام طالب العلم یا طلبه العلم، سو بد هستند، ضال و مضل هستند. خود اینها گمراه هستند و مردم رو به سوی گمراهی دعوت میکنند. و این گونه طالب علمای اهل سنت میبینند این باطل رو، این گمراهی رو چنان یعنی با غضب میشن. در این شک نیست چگونه که رسول الله غضب میکرد وقتی یک گپی باطل ذکر کرده میشد، یک حقوق الله پایمال میشد، غضب میکرد. همین گونه علما و طلبه العلم غضب میکنن وقتی باطل رو میبینن و سخت رد میکنن. ما خیلی که رو گفتیم سخت رد میکنن. چگونه که امام مالک از مجلسش خارج کرد، سر کرد اهل بدعت رو. وقتی سوال کرد این الله، گفت جوابش داد، گفت خارج شو از اینجا، در مجلس من نشین. و این گونه اهل علم از دیگه اهل علم ثابت است، خارج میکردن اهل بدعت رو. که جو برسد این گونه اهل بدعتی که بدعت مکفره دارن، بدعت کفری دارن. و طالب علم برای مردم رحمدیل هستند، مسلمان برای مسلمان رحمدیل هست، رحماء بینهم، به یکدیگر رحمدیل هستند. برای قرار بارها میگویم برادرها بخونین، گوش بکنین. هر انسان‌هایی رو که اهل بدعت رو گوش نکنین، انسان‌هایی که یعنی شک دارن، مذبذب هستن، اینها رو گوش نکنین، برای خطر هست. چگونه که مدینه بیان کردیم قول ابراهیم تیمی رو، مسلمان همیشه باید در حذر باشد، جستجو بکند حق، فهمیدن حق رو و کامل کردن حق رو، پر کردن حق رو. حتی اهل بدعت ننشیند سخن‌ها اینها را گوش نکند. سخن‌ها این گونه انسان‌هایی که از پیش خود میگویند یک چیز رو، بعضی جاها رو، بعضی آیات‌ها رو قیچی کرده میگویند، اینها را گوش کردن جایز نیست مگر برای انسان‌های علمدار، تا اینکه اینها را با علم رد بکنند، کفرهای اینها را، شرک‌های اینها را، بدعت‌های اینها را با علم رد بکنند. مگر برای این گونه انسان‌ها جایز است. برای چی سلف معن میکرد هم نشینی کردن با اهل بدعت، سلف سلام دادن معن میکرد، سلف راهتون علش کنین میگو وقتی اهل بدعت رو ببینیم. برای چی؟ برای اینکه خطر دارد برای انسان. یک سخن میگوید، برای چی سلف قرآن رو گوش نمیکرد؟ قرآن یعنی اهل بدعت میخوند، گوش نمیکرد. خیلی که از سلف ثابت است. برای دل انسان ملایم است. شاید همون یک سخن، یک بگیم یک آواز زیبا داره در دلت میچسبه، باقی سخناش گوش میکنی. قرآن میخونه زیبا، همون زیبایی خواندنش در دلت میچسبه، دلت ملایم میشه، باقی سخنهای باطلش بعد گوش میکنی. برای اینکه سلف از اهل بدعت قرآنش گوش نمیکرد. و همچنان امروز هر یک مسلمانی که علم کامل ندارد، شریعت رو خوب آموختگی نیست، باید گوش نکنه اینها رو.
برای چی؟ برای اینکه خطر دارد برای نفس خودش، برای نفس خودش خطری وزمین دارد. بارک الله فیکم برادرها، شما هرگز نگوین یا که ما را باشیم هرگز نمیگوین که ما تمام، ما را دیگه هیچ که شبهه دادن نمیتونه. نه والله، یک شبهه میتیه که خود در حیرت میمونی، شاید اعوذ بالله پیرو شای از قفای همین گونه انسان های باطل. الحمدلله که برای ما معلوم هست این شبهه ها، این چیزهایی که میگویند اینها در نظر ما اصلا شبهه هم نیست. برای اینکه برای هر یک انسان عاقل معلوم است که یک انسان شهادت را نگفته باشد، یک انسان کفر به طاغوت نداشته باشد، طاغوت ها را تکفیر نکنه دیده و دانسته، این را مسلمان گفته نمی شود. اما این گونه اهل باطل آمده چیکار میکنن؟ سخنهای کفری را زیبا کرده و با دلیل از قرآن میارن، اعوذ بالله، و قیچی کرده از قرآن میارن، در حالی که الحمدلله برای همگی معلوم است که سلیمان این سخن را گفت. اولا سخن سلیمان معلوم هست و در آخر یعنی در آیت 44 این زن آمد نزد سلیمان و ملک سلیمان رو دید، چی گفت؟ من تسلیم شدم، تسلیم شدم. و تفسیر سلف رو بیان کردیم، ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیرها رو نظر کنید، تفسیر این ابن عثیمین، خیلی که اینها همون عنوانش دیاد میزنه باور خنده میگیره. ده ابن عثیمین با ماست خیبت، همون شیخ عبدالرحمن اگر داشته باشی، ابن عثیمین با ماست هم خیلی یک عنوان نوشتگی. الله مستعان. ابن عثیمین شما را اگر زنده میشید رحمه الله شما را تکفیر میکرد، جوهلا شما را تکفیر میکرد. یک انسانی کفر به طاغوت نداشته باشه چه خیلی مسلمان میشد است. یک انسانی که شمس را عبادت میکند، چه خیلی وای آفتاب را عبادت میکند، چه خیلی وای مسلمان میشد است، شهادتش را نگفته. آیا الله سبحانه و تعالی در دیگه آیاتنا فرمودند که به درستی که ما فرستادیم برای هر یک قوم پیامبری. برای چی فرستادیم؟ تا اینکه الله را عبادت بکنن و دست بکشن از طاغوت را تکفیر بکنن. اذن دعوت همه پیامبرها خیلی که اهل علم بیان میکنه بسوی لا اله الا الله بود. هر کسی که لا اله الا الله را نمیگفت مسلمان نمیشد، نگفته او را مسلمان گفته نمیشد. یک انسان خیلی که یک افغان جاهلش را اعوذ بالله نامش چی بود، اون مسلم بود که بود والله اعلم، یک انسان میگوید اقرار بکند به ربوبیت مسلمان است، اعوذ بالله، اعوذ بالله. این جهلا، این جاهل ها را بین، یعنی با سخن های اینها قریشی ها، اعوذ بالله، قریشی های مشرک ها با قاعده های اینها گذشتگی، اینها ایذن پس مسلمان بودن. قریشی ها اقرار میکردن. الله وقتی پیامبر سوالشون میکرد من رب السماوات والارض، یعنی کی از پروردگاری آسمان ها و زمین ها؟ میگفتن الله. کی زنده میکند و کی میمیراند و کی رزق میدهد؟ میگفتن الله. آیا مشرکا بر ربوبیت اقرار میکردند؟ بله. کشف شبهات را، کتاب کشف شبهات را نظر کنین، کشف شبهات، قواعد الاربعه، استغفر، قواعد الاربعه، قواعد الاربعه، 4 قاعده است. هر یک مسلمان بگیره بخونه این رو که مشرکا اقرار میکردن الله خالق و رازق و مدبر و زنده کننده و میرانده، اقرار میکرد الله خالق آسمان ها و زمین ها است، این را اقرار میکردن. با قاعده این گونه جوهلا پس اینها مسلمان بودستند. اعوذ بالله، از الله شرم ندارن، از الله نمیترسند، گپ های باطل را ذکر میکنند. و یک انسان اقرار کرد به توحید ربوبیت در اسلام داخل میشود؟ هرگز داخل نمیشود تا اینکه به توحید الوهیت و اسما و صفات اقرار بکند. عبادت از الله است، مگر بعضی مگر بعضی مشرکا یعنی کلا رد میکردن از جهت کبر و غرور. الله سبحانه و تعالی این رو بیان کرد، از جهت کبر و غرور چیکار میکردن؟ رد میکردن الله رو از جهت کبر و غرور. چگونه ای که فرعون لعنه الله، فرعون چی بود؟ از جهت با کبر و غرور بود. الله را میدونست الله است، اما از کبر و غرور که داشت قبول نمیکرد. این چگونه امروزه که امروز هستن به نام
چیشون میگن همون اتئیست میگن با عربی چی میگن ملحدو یعنی همینا هم الله اقرار میکنه الله وجود دارد اما از جهت کبر و غرورشون قبول نمیکنن. برای همین بارک الله فیکم این گونه انسان ها چنان سخنهای بد دارند و چنان سخنهای کفری دارند که یک انسانی که اقرار که به توحید ربوبیت در اسلام داخلش میکنن اعوذ بالله. اما ابن عثیمین رحمه الله چی گفت؟ تسلیم شد، اسلامش پره کرد و اقرار کرد به توحید الوهیت. اقرار کرد به توحید الوهیت. الله سبحانه و تعالی اینها را هدایت بکند و الله سبحانه و تعالی از شر این گونه انسان ها مسلمان ها را حفظ بکند، از فتنه این گونه انسان ها مسلمان ها را حفظ بکند و اگر لایق هدایت نباشند الله اینها را زودتر خوار و ذلیل بکند، چگونه که سلف صالح بابوهای اینها را جهمی ها را یعنی بعضیش قتل کرده بودند امیرهای همون زمان، اینها را میگونه الله سبحانه و تعالی دورشان بکند شرشان از مسلمان ها اگر لایق هدایت نباشند. الله سبحانه و تعالی هدایت کنه. بارک الله فیکم. شیخ ابو عبدالرحمن باقی برادرها سخن کنین ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو عمر يا أبو نويس الله يفتكنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادرها هستن ان شاء الله. شیخ ابو حلیمه، شیخ حنیف باقی برادرها ان شاء الله صحبت کنین. برادرها جا نشسته گوش کیسن. یگان برادر اگر صحبت کنی باشن ان شاء الله صحبت کنن. بعضی برادرها دست برداشته هستن، من راستش برداشته نمیتونم بیشتره. خدام استاتوسی من مانند همین برادرای خودی. بارک الله فیکم. لیکن شیخ ابو عبدالرحمن بلنده. بله بله اخی عبدالرحمن خطر. بله برادر اگر سوال باشد ان شاء الله که دانستیم در کامنتر هم گروپ کامنتر روز من بینم و کامنتر подписать سکم جا نویسین ان شاء الله. نه این گروپ کامنتر подписать سکم ان شاء الله میبینیم موزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی ابو عمر سوالتی ممکنه؟ السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر اگر دانستیم ان شاء الله. اخی ابو عمر امروز ماشین در رفته سبدیم یک ماشین ما دبر قرار کرد تاقیدوش رشدوش سلام داد. نکی ما گردنو قطی سلام دادیم تعظیم نمیم خیلی داخل خدمت عادت ایکو و در دور ماشین دیگه خیلی سلام چه خدمتی بعد یک از گفت که همین تعظیم حساب نمیشه. گفتم خیلی میپرسیم ان شاء الله. والله اعلم برادر این منع است. دو حال دارد تا حتی سه حال هم دارد که یکم حال کمتر کلا را خم کردن اینجا ایز نیست. دوم حال این که رکوع کردن این در شرک میدرد. سوم حال این سجود است که دو حالش در شرک میدرند. چگونه ای که در بعضی توی ها ما نظر میکنیم که کلیم رو چکا میکنن مجبور میکنن سرش رو خم میکنن. این در رکوع میدرد. رکوع چگونه که الله سبحانه و تعالی فرمودن این رکوع و سجود از آن الله هسته. پس الله را رکوع و سجود کنید. اما کلا را کمتر خم کردن این منع است. این کار جایز نیست. از این کار دست کشیم. کمترین چیز یک دست یگان خیلی برداری و با زبان آدم خیلی و علیکم السلام میگوی. هم زبان تا که جمعوندی خودش میفهمه. اما سر خم که بله در خدمت عادت هسته این چیزها. این عادت ها را چکو کن در کار. این عادت ها را گم کن در کار. والله اعلم. جزاک الله خیرا.
السلام علیکم و رحمت الله. آواز میرفته بود. وعلیکم السلام و برادر رحمت الله و برکاته. ساز برادر ابو عمر یک سوال داشتیم انشاءالله. میره آوازی ما. بله بله آواز میره او با فکر که تری هم بود. بله گوش کن. در همی دولت های دار کفر باشه یا دولت های مقصد غیری جای مسلمانشین، مغازین هایی که شراب فروخته میشه و در روی مغازین نان هم هست، مثال دیگه پرودکت ها هست، اما از هم مغازین ها مقصد داخل شدن خرید کردن چی حکم داره در اسلام رگ میگفتید انشاءالله. خب بارک الله فیک. اولا که آواز از آن عثمان از این گونه مگزین ها نخرین. اگر دیگه مگزین های باشن که این گونه چیزها رو چیزهای حرام رو سودا نمیکنن، از اون مگزین ها بخرین. از کفار، از اگر مگزین های کفری باشن، مثلا روسیه بگیم، معلوم است که تقریبا همش مگزین روس ها هستن. مگزین هایی که بعضی مگزین ها هستن که ندارن همین چیزهایی که بگیم عرق همیشه رو سودا نمیکنن، از اون مگزین ها خرین. اما رفته و نباشد چیش کم میکنی خریدن میگیری. نان مثلا یگان چیزهایی که چیزهای حلال رو میخری، یگان چیزهای حلال رو خریده میشود، خورده میشود، باکی ندارد. اما امروز که هست مثلا بسیار مثلا تاجیکا و ازبکا کافه و مگزین ها دارن، خاصتا در کافه، از اونها بخرین تو اینکه این گونه کافیرها رو مثلا در هم مگزیناشون دستگیری نکنین. پیشروی مگزیناشون مثلا 10-20 تاجیکم اگر نخرد خیلی کم میشود سوداشون. اما رفته و که مثلا در بعض جا نیست، مثلا میدونم میسره خوب در بعض جا میره 1-2 مگزین است، تمام نیست دیگه، میخری دیگه، وقت نیست، این راه نیست دیگه، میخری. والله اعلم. و برادر در پایان سوال کردن که مسئله خون، بله اختلاف است در بین اهل علم، در بین اهل علم اختلاف است ابو عبدالرحمن. اما چگونه که ابن باز میگوید اگر خون یسیر باشد، یعنی خونی کم باشد، مانند بعضی پوچک و بعضی همین چیزهایی که کم ترک میبروید، این طهارت رو نمیشکند. اما اگر خونی زیاد باشد، خیلی گفتیم و خیلی اهل علم میگن اختلاف است، برای از اختلاف دور شدن طهارت کردن در کار میگن. از اختلاف دور شدن طهارت. اما یک پوچک میکافون یک چیزی که میده از خون کم میبروید، این طهارت رو نمیشکند. والله اعلم. برادر بارک الله فیک، وقتی قول امام شافعی رو میدونی، ایش رو میدونی، برادر عمل که به همون. بار دیگه سوال کردن یعنی در کنیز وقتی قول امام شافعی رو میدونی که با قول امام شافعی و بعضی ها میگن نمیشکنه، تمام با همین قول عمل که خیلی گفته همین گپ است. وقتی از همین قول رو میدونی با همین قول عمل که تمام برادر. الله اعلم. برادر ابو عمر همیشه هستی؟ بله برادر همینجا دارم. راستی میکروفون نکشتم دیگه، ناوشنیک هم گرفتم بسیار چی شد مشکلی شد ساز نفهمیدم خیلی. انشالله که اخیرا شکم ترک فهمو شید انشالله. اخیرا شکم ترک با سی بوری فهمیده سواری در مسئله مگزین. بله برادر، خیلی که سوال کردین ما جواب گفتیم که اگر در همون نزدیکی شما، همون تریتوری که شما هست، همون راهی که شما میرین مگزین های هستن که این چیزهای حرام نمیفروشند، خاصتا عرق و مثلا خوگ رو، اگر رفته همین گونه مگزین ها باشد و در روسیه این گونه مگزین ها هست، خیلی کم است،
از اون مگزین ها بخرین، یا اینکه بهتر و خوبتر چه خیلی گفتیم که امروز تاجیک‌ها و ازبک‌ها زیاد مگزین دارن، یعنی خاصتا مقصد کافه، همونجا نان میفروشند، روید از همون نان ها بخرین. اگر مثلا مانند من و تو مثلا 10 ها 20 تا مثلا 100 ها تاجیک‌ها نخرن، خیلی بیزنس اونها هم کم میشد. امروز خیلی خوندیده است این برادر چقدر بدبینی دارن این خوبثای ارسا کفار با مسلمان ها، نه با عمومی تاجیک بگیم خاصتا، اگرچه با مسلمان ها و سخت‌تر بدبینی دارن، نخرین. اما رفته و که نباشد، خیلی که ما گفتیم در بعضی جاها من خوب میدونم که مثلا بعضی شهرهای میده و بعضی جاها که 2-3 مگزین هست دیگه پیدا کرده نمیشود، بله در این حالات میخری همون چیزهای حلال مانند نان و مانند مثلا ماهی و مثلا دیگه هم باقی چیزهایی که مثلا خود میوگی و این چیزها خریدن جایز است، اگرچه از کفار باشد. میخری والله اعلم. اما این گونه خیلی گفتیم این گونه مگزین هایی که مانند عرق سودا نکنه خیلی کم هست، والله اعلم خیلی کم هست. بله سلامت باشید. انشالله این مسئله هست در مگزین های خیلی بسیار برادرای مسلمان دارن، مقصد تنقسی نمیکشن. این مسئله هست 1-2 مگزین در همین منطقه، همین احوالای دیگه راستی گپ میگیم بچه‌ها ندارن اونجا. برای هم که سوال کنیم انشالله با پر شوه. الله حفظ کنه برادر، در پناه الله باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یه برادر سوال کرده است، ماشاءالله نمیشه. بعد از چی جلسه است برادر پاسخ دیگه کسی داند؟ بعد از جراحی انسان را به رنیمت سه میگذارانند و مدتی 3 تا 5 روز که آنجا کسی را نمیمانند برآمدند. تنها خودی دکتران در چنین شرایط چگونه نماز را خوانیم؟ طهارت کرده در آنجا نمیشود، یگان علاجش اون علاج این. بله برادر والله اعلم الله سبحانه و تعالی یعنی آسان کرده است، چگونه که رسول الله فرمودند یسیروا ولا تعسیروا بشروا ولا تنفروا. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که آسانی گیرین، یعنی آسان بکنین، یسیروا آسان بکنین، یا اینکه برای مردم چگونه که شریعت آسان آمده است آسان بفهمونین. یسیروا ولا تعسیروا و وزمینی نکنین. رفته و خیلی که شما گفتین یعنی بعد از اپراسیون جراحی می شود بیمار، خاصتا بعضی بیمارهایی که سخت هستند یعنی سخت جراحی کردگی هستند که باید یک نجنبد در همون جاش نشسته، مثلا در همون چی میگیم همون جا گشته، این گونه انسان تیمم میکند. رفته و خاک نباشد چیکار میکند؟ رفته و خاک نباشد، هیچی نباشد، جنبیده نمیتوند، همین خیلی نماز خونده میتوند، همین خیلی نماز میخوند. وقتی نماز اومده همین خیلی نماز رو میخوند. اگر تنهای دیوال یگان جا مثلا خاک چنگ داشته باشد، بله دست رو در همونجا میزند، یگان جا خاک چنگ رو نگاه میکند دست رو میزند و ایلا همین خیلی نماز خونده میشه. یا اینکه مثلا بعضی انسان ها رو در ترمه میبندند، دستانشو میبندند، پاهاشون نمیتونن جنبیده، این گونه انسان ها خیلی نماز میخونند، همین خیلی نماز میخونند. وقتی که آب نباشد تیمم یعنی خاک نباشد تمام، یعنی جانشین آب چی بوده است؟ خاک. آیا خاک جانشین دارد؟ نه، خاک جانشین ندارد. اگر همون تنهای دیوار یگان غجدی و خاک چنگ نباشد پس همین خیل نماز خوانده می شود و بعداً خیل راست ایستاده نمیتوند، نشسته نتونست
در همون جوگش کوشش کرده طرف قبله، اگر رفته و نمیمونن همون کلاش رو توری کرده طرف قبله، همون خیلی نماز میخوند. والله اعلم بالصواب. عبدالرحمن والله اعلم این سخن رو من نو یکم بار فهمیدم که برای حافظه خوب شدن سوره فاتحه رو در آب خورده سحر نوشیده ایمینا، مثلا سوره فاتحه رو و ایمینا، یعنی خاصتا سحر. والله اعلم این سخن رو من یکم بار فهمیدم. و یاک این سخن رو من یکم بار فهمیدم. حافظه خوب شدن برادر دیگر راه دارد. حافظه خوب شدن برادر دیگر راه دارد. تقوا میکنی. تقوا از همه چیز خوبی است که حافظت خوب میشود. سر رو انشاءالله از فکر خود رو از بدی، از فکر خود رو از بدی و از یعنی چیزهای بد، از فکرهای بد دور میکنی و چشمای خود رو از محرمات دور میکنی. یعنی پریشان، سرت رو پریشان نمیکنی، به هر فکرت رو به هر چیزهای بد نمیبری و چشمها رو به هر سوی بد نمیبری. همین بهترین محافظه است. یعنی حفظ زیاد کردن چگونه که امام مالک پس استادش سوال میکند که شکوت الى وکیع سوء حفظ و ارشدنی فارشدنی الى ترک المعاصی. همین ابیات رو ذکر میکند که شکایت کردم به سوی همون وکیع، مرا راهنمایی کرد، ارشاد کرد، یعنی خبر داد که گناه ها را ترک بکن. گناه ترک کردن این حفظ انسان را خوب میکند. یکی از مشکلات کلان هم است که بسیار مسائل در سر ما نمیشینند، یعنی از چند جهت مثلا مشکلی کلان داریم و این علم نور هست. علم نور هست. هر قلبی که قلب غیژد باشد در راههای غیژد این قلبش رو غیژد کرده است. چگونه که رسول الله بیان کرده هر یک گناه در دل تو یک نقطه می شود سیاهی. الله اعلم حدیث است. همین گونه علم دور می شود. هر وقتی که بدعت آمد سنت می رود، هر وقتی که معصیت آمد دل غیژد می شود، انسان از خوندن دور می شود. یکی از ضرراش همین است که دیگه انسان رو قرآن خوانی علم گرفتن نمی‌فورد هر وقتی که دلش غیژد شد. الله اعلم همین گونه. بله برادر خالد. نه برادر نشناختم. شما کی هستین خالد؟ سلام علیکم خالد. موضوع شما نیستم. احبك الله الذي احببتنا له. الله سبحانه و تعالی شما را دوست بدارد. به خاطر الله دوست داشته باشین. و علیکم السلام و رحمت. برادر محمد سبحان الله صدای ما را شدگی اند. اگر یگان برادر باشه که همون چی را روچکه را بگیم وی کردن میتونه صدای برادرها بکشوین. یا برادرها دو برادر همجا انتظار است. ما را راستیش صدای ما را شدگی اند. الله استان کنه. خالد انشاءالله برادر. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شاید یک سوال داشتیم اگر اجازه باشه. انشاءالله برادر که اگر دونستیم انشاءالله جواب میدیم. بارک الله فیک. امی هنگام خواب رفتن مثلا یا شخص با شکم در خواب رفتن با شکم چیکار میکنه؟ اون باکی نداره انشاءالله.
والله اعلم این معن شده است. والله اعلم حدیث اومده است که صحتش رو نظر کردن در کو. والله اعلم از یاد من برآمدگی است که رسول الله معن کردگی است، یعنی به شکم خواب رفتن. اما ضررها دارد، بله از جهت طب هم ضررها دارد، ضررها دارد. والله اعلم در این مسئله اختلاف است، اما ضررها برای دل، خود دل دارد، برای خود دل ضررها دارد. ان شاء الله میبینیم. یک دقیقه من یک با نظر کنم که از یاد من برآمدگی است. یک چیز گوش کردیم بسیار در مثلا خواب رفتن با شکم بسیار، یا بعد گپایی گفت که من خواستم به خود هم یعنی سوال دادم. بله بله برادر، چه خیلی که نظر کردم از بیان میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده است، لیکن لا ينام على بطنه. الرسول صلی الله علیه و سلم نهى عن ذلك. النوم لا يصلح على البطن. اقل احوال الكراهه الشديده، یعنی کمترین چیز است این کراهیت سخت است. و در حدیث خیلی گفتیم، شیخ هم ابن باز ذکر میکند، میگه اهل نار الله سبحانه و تعالی به شکم خوابشون میکند. اهل نار رو به شکم خواب میکند. یعنی من است و خیلی که گفتیم با از جهت دل رو، همچنان دل رو چی دارد، ضرر دارد. طبق سنت به طرف راست خواب میکنی، کوشش کرده به طرف راست خواب میکنه. اما خیلی انسان این طرف اون طرف تو میخرد، این طرف و طرف و پشت تو میخرد، بله باکی نداره. اما سنتی طرف راست، پای به طهارت طرف راست ذکرها را کرده، همین گونه خواب میکنی. والله اعلم. یعنی پیش از خواب 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر گفته که سنت است. همین سوال شما در از کاری نوم برادر، از کاری صباح ذکرهای سحر بگه، این معلوم هسته. همون رو نظر کنیم برادر، همش ذکر شده است. خب الله جزای خیرتان میده ان شاء الله که این سه سوال داشتیم. الله اسلام کنه. بله اینجا یک برادر علی، بله والله اعلم در نزد اهل علم همین به شکم خواب رفتن اختلاف هست در این مسئله اختلاف هست. برای همین چیزی که من میدونستم و میدونم همین گونه است که اختلاف هست و بعضی اهل علم معنی میکنن، دلیلشون همین هستند. والله اعلم. انجا پخش برده یک کسی که هم سوال هم دادیم، گفت که هیچ بوک نداره گو اگر مثلا به شکم خواب رفتن، اما گو احتیاط یعنی به طریق سنتی هم میگه باشه بو خوبتر است. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مسئله همی سوال این برادر میخوام کمتر از جهت تیپ گپ زنم. برادر وقتی که آدم شب میخوره یکم چی خواب میره به شکم، همو خوراک در همو ژلودکا تا سحر میسته، مقصد حل نمیشوه. چیزی که مقصد در ارگانیسم ما ضرر میرسونه، پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام چه خیلی برای ما همه چیزا اجازه دادگی نیست. از جهت تیبم این یک ضرر داره، در پیشوریتی نیستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید؟ استاد مسئله شکم خواب رفتن شخصا برای من همین طبیبا توصیه داده بودند که بعد خوردن کمتر به شکم خواب رفت برای تمام حل کردن نبرد یاردن میدهد. الله اعلم برادر، والله اعلم. خوبش شیخ انشالله آمد از شیخ سوال کنید. مثلا در بین خودمون اختلاف شد یا برسد در حال ما. به فکرم یه بار همون شیخ به فکرم چند سال پیش به همین سوال جواب داده بودن.
وقتی که حاجی میرزا میگوید که اگر به شکم خواب روی کافر میشوی، همونجا شیخ به فکرم گفته بودن که باقی ندارد به شکم خواب رفتن والله اعلم اگر در چندین سال از یاد نرفته باشد. مسئله سخت پرپیچیده شد. شیخ ابو عبدالرحمن اگه خلاصتون اگه چی شد؟ خلاصه هم منم گوش کرده ایستادم اخی. الله ایستادو که اخی با برادر مسئله را بخشش بله اخی ابو بله عمر گپ شما بخشش صحبت کنید بعد من صحبت میکنم. من قولم میخوام شما صحبت کنید اول. من بارک الله فیک. یا مقصد ما بود که هم کمپیرا هم میگفتن که مقصد به شکم خواب نره. گفتی حاجی میرزا بدبخت که کافر نه و دوزختی شنویده بودیم، نه که ای شیخ ما خود ما گوش کردیم گفت که نه یگون باکی نداره. بله انشالله همین صحیح هست. چون که یک کس دیگه هم سوال دادیم این مسئله در گفت که اگر شخص که مثلا بعضی کسا دو همین چیز هم عادت شده گسته مثلا شخصا خود میگه تا شکم خواب نرم یعنی خواب نمیبرم و یک شخص که گوش که کسی که میگه با شکم خواب شوه پشت کردگی است به رحمت الله و ای از عمل شیطان است. بسیار گپایی گفت که به خاطر همین سوال دادم. بله برادر در این مسئله حدیث آمدگی هست. روزی قولی که خوندیم این قول ابن باز است رحمه الله. در این گونه اقوال اهل علم زیاد هست که معن میکنند. فهمو؟ اقوال اهل علم زیاد هست که معن میکنند. مثلا یکی از امینایی که روزی خونده ابن عثیمین و شیخ ابن قیم رو در این مسئله سخن کرده است که قال ابن قیم رحمه الله وفي اضطجاعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شقه أيمن سر هو أن القلب معلق في جانب الأيسر. یعنی دیل میگه در طرف چی هست؟ چپ هسته. برای به طرف راست خو میره دیل در طرف چپ است. بالا میمونه خیلی میمونه. فإذا نام رجل على جانب الأيسر استقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة. خلاصه همین گونه قول ابن قیم زیاد هست و مثلا اینجا دیگه قول ها و حدیثی که ذکر میشه، حدیثی که کی است فی سنن ابی داود و غیره عن عیاش از عیاش ذکر میشه قال ابي بينما انا مضطجع في المسجد على بطني اذا رجل يحركني برجله. میگه در مسجد به شکم خواب بود. میگه ناگاه یک کس با پاش میگه من چیکار کرد؟ جنباندم. فقال ان هذه ضجعه يبغضها الله. گفت این به شکم خواب رفتن الله بد میبینه. یبغض. قال فنظرت فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه وقتی همه به شکم خواب بود میگه پاش یک کس مرا جنباند. گفت این خواب روی رو الله بد میبیند. نگاه کردم که رسول الله است. میگه نگاه کردم که رسول الله والله اعلم در دیگه حدیث هم خوانده بودم والله اعلم یعنی علی هست والله اعلم. از یک نظر کنم علی هست در دیگه حدیث هم والله اعلم. المهم اختلاف است در بین اهل علم چگونه که از یک قول دیگه بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی ابو عمر همین حدیثی که حاضر خواندن همین صحیح است؟ برای که من در یک ضبط دیگه شنیدم که ضعیف است همین والله اعلم. همین حدیث صحیح است؟ بله ابو داود میگه صحیحش میگه ابو داود. بله قال اینجا شد فی سنن ابی داود و غیره بعد صحتش را ورواه ابو داود باسناد صحیح یعنی ابو داود به اسناد صحیح میگه ذکرش کرد. به اسناد صحیحش ذکرش کرد ابو داود. زیاد ان شاء الله. و این یک قول دیگه با یک قول دیگه را نظر کرد از ابن باز. کمترین کارش میگه کمترین حالش میگه این مکروه است. بله در اینجا
دیگه حدیثی که رواه ترمذی بله این حدیثی که در اینجا کاملتر پیداش کردم ذکر می شود که السبب فی ذلك النهی الوارد عن النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی سببی که رسول الله منع کرده است میگه از خوب رفتن به شکم، ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه، یعنی یگون خیری که نبود مگر رسول الله آگاهی کرد و یگون شری نبود مگر رسول الله آگاهی کرد حدش رو. وقد روى یعیش نام داشته است، یعیش ابن طیحفة الغفاری، در اونجا سبحان الله دیگه خیلی آورده بود. روى يعيش ابن طيحفة الغفاري عن أبيه قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيف من المساكين، أي نزل عليها ضيفا، يعني رسول الله در اون مسکین ها یک مهمان شد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فكرضني برجله وقال لا تضطجع، هذه ضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. وفي رواية فركضه برجله فأيقظه فقال هذه ضجعة أهل النار، رواه أحمد في الفتح الباري ورواه الترمذي وزي مش مبني سندش رو أحمد شاكر ورواه أبو داود في كتاب أدب من سننه رقموش خي ذكر كيساس. والحديث في الصحيح الجامع. وهذه النهي عام يشمل الذكر والأنثى لأن الأصل اشتراكهما في الأحكام إلا ما دل دليل على تفريق بينهما والله أعلم. والله أعلم این شیخ رو همچون بیان میکنه که منع است، خیلی که ابن باز یعنی از اینها بالاتر است و ابن قیم رو دیگه اهل علم و این حدیث رو حدیث صحیح میگن والله اعلم که رسول الله میگم صحابه را از خوابش خیزون، گفت این گناه خواب نره که الله این خواب رو بد میبیند. والله اعلم بالصواب. بله ابو عبدالرحمن حدیثی که چهار رکعت بله این گونه حدیث ها آمدگی هست، اما دیگه حدیث ها این حدیث رو شرح میتین، یا اینکه مثلا نماز پیشین رو چگونه که حنفی ها میگیرن، دیگه حدیث ها نمازهای 4 رکعته رو شرح میدهند. چگونه که حدیث از مادر معایشه است و همچنان والله اعلم از ابن عمر هست که صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى، نماز شب دو هست. و در دیگه حدیث صلاة الليل و صلاة النهار مثنى، نماز شب و نماز روز دو هست. برای همین اهل علم چی گفتن؟ نمازهای سنت هایی که یعنی سنت هایی که 4 رکعته وارد شدگی هستند مانند همین تراویح یا ای که مانند سنتی پیشین، پیش از پیشین و بعد از پیشین، اینها را چی گفتن؟ تفسیر کردن به حدیث دیگر رسول الله، گفتن صلاة اللیل و صلاة النهار مثنى، نماز شب و نماز روز دو هست، یعنی نمازهای نافله دو خوانده می شود. 2 رکعت نه سنت نافله 2 رکعت خوانده می شود. والله اعلم. خیلی عبدالرحمن بارک الله فیک، من خارج میشم خطی برادرها صحبت که شیخ ابو عمر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر خوب هستید؟ انشاءالله سلامت خوب است. الحمدلله برادر، الحمدلله شما خوبین؟ دین جوانی شما. الله يبسطكم كده من من دشكي شما نوشتم تو اینستاگرام همینجا به خاطب نوشته گم نوشید برادر. خلاص خطاب
در کجاست برادر شما؟ من نشناختم. حالا تحسن نخیر. نه لیچکا تو فهمیدم تازه. لیچکا در کجای؟ همینجا هسته، همینجا بینی دوله به خاطر نشتی. بخاطر تا بازی کو. همین انگلیسی قطعی همین است؟ بله بله. همین باشه خط. و یک برادر بارک الله فیکم شیخ ابو عبدالرحمن هستی ان شاء الله. من خارج میشم خطی برادر صحبت که سوال جواب خطی برادر ان شاء الله. برادر من خارج میشم خلاصه اون کس باشه بکشه افیره. بارک الله فیکم. شتاش من نمیتونم منظرم. بله سلام علیکم. اخی شما خارج میشین؟ بله برادر من خارج میشم کانتر مشغول هستم. برادر ابو عبدالرحمن اومد سبحان الله. اگر برادر عبدالرحمن که باشه یک سوالم خواستم بتونم بعدا انشالله که ما خارج بشیم دیگه. بله سبحان الله برادر از من یک زنگ میزنم ان شاء الله. یک دقیقه من زنگش میزنم. سوالم بعضی نفهمی هم داره گفتم که چی میگفتم باشن شیخ. برادر ما زمین باشه الان جزیره خرشته انشالله یه چرا صدای یعنی که ثبت آواز شیخ رایی کردن گوش کردیم در مسئله خواب رفتن پهلو هیچ باکی هم نداشته. حدیث که اخی هم خوندن این حدیث ها ضعیف بدستین و شیخ خوب اگر کسی که در کار که باشد در یوتیوب بنویسه آیا به خواب رفتن شکم جایز است یا نه انشالله یه در آمده گوش کنیم باز هم خوب میشه انشالله. شیخ پراتر فرمانده یا الله جزای خیرتون تیاد برادر گفتن که چیز اختلافی خیلی چقور نرویم. خیلی گمان نه شیخ خوب جواب دادن. من صداش گوش کردم الحمدلله با دلیل آوردگی بیان کرد. شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. یه طالب علم برادرها هستن آخه ها؟ انشاءالله کمتر صبر کن میشوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توحید همگی خوب هستید انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خوبه. انشاءالله. مشایخ ها هستن؟ یک سوال بود. سوال داریم هم انشالله. شیخ ابو عبدالرحمن انتظار هستیم یکی انشالله سوال رو میتیم.